سر ز مادر مکش که تاج شرف گرد از راه مادران باشد. خاک شو پیش پای او که بهشت در قدم جای مادران باشد. سلام و خوشی و صحتمندی میخواهیم به همه شما بیننده های عزیز. برنامه تلویزیونی را تحت عنوان روز مادر طریق تلویزیون تاجیکستان مستقیما پیشنهاد شما می نماییم. بله بینندگان عزیز، باوری داریم که پخش مستقیم ما بسیار یک رویداد فرح بخش برای بیننده عزیز خواهد بود و پر از محبت و سرشار از اندیشه های بکر و محبت نامه های بی‌نظیر در وصف مادر، در وصف بزرگی زنان و بانوان دیار اینجا صورت خواهد گرفت و همزمان سرودهای دلنشین و مرغوبه که باوری داریم این برنامه جشنی ما را پر از طرب، پر از نشاط خواهد گردانید. بله واقعا هم روز مادر است و همین مادران هستند که زندگی ما همیشه گرم و همگی سرجم زندگی رو پیش میبریم و روزگاری ما از هستی آنها واقعا هم تراوت دیگر دارد. بله اولین آموزگاری همه ما مادر است. میگن زندگی باغ و بهارش مادر است، آفتاب نوربارش مادر است. هر کی را بینی به دنیا سربلند اولین آموزگارش مادر است. روز مادر رو با کلی بینندگان عزیز تلویزیون تاجیکستان صمیمانه مبارکباد میگوییم. و قبل از همه با بانوانی که در اینجا نشستند نیز روز مادر مبارکشون باشد. اینجا با حضور خویش به برنامه مستقیم تلویزیون تاجیکستان صفا آوردند و در چهره شما با کلی مادران عزیز تاجیکستان. چون همیشه ما در برنامه مستقیم مهمانانی زیاد داریم که معرفی می‌نماییم. بله، شهریار احتمزاد هستند، شاعره محبوب ما و همزمان عبدالحمید صمد که یکی از خوب شاعران بسیار زبردست ما اینجا، مهرنیسا بابابک و خوب که ترنمگر بسیار زیبایی های تاجیکستان و در مجموع شعرهایی که بسیار به دل و دیده های ما جای گرفته است. فریده سیدزاده طراح کیمیای صفا و سراینده های بسیار محبوبی تاجیک لایق دولتمند و تاج‌الدین رحیم. خوش آمدید. خوش آمدید. همگی رو خوش آمدید میگویم با برنامه جشنی که طریق تلویزیون تاجیکستان اینجا مستقیما دایر گشته ایستاده است. بینندگان عزیز، شما میتوانید با رقم هایی که در زیر اکران خود میبینید همزمان تمنیات مهرنامه های خود را ارسال برنامه ما کنید تا ما از این منبر صدای دل شما را به مادران، به بانوان و به خانمان مملکت عزیزمان برسانیم. قبل از آن که ما صحبت را با مهمانان عزیز و ارجمند شروع نماییم، یک مواد زیبای از بزرگی زن مادر پیشنهاد می شود و بعدا ما برمیگردیم. مرحبا. راحت روزگار من، مادری جان جان من، خانه گنجبار من، مادری جان جان من، شعر من و کتاب من، مادری جان جان من، گرمی آفتاب من، مادری جان جان من، تار ترانه دلم، ساز یگانه دلم، نور به خانه دلم، مادری جان جان من، میری خدای داورم، هادیم و مددگرم، راهنمای و رهبرم، مادری جان جان من، چشم برای تو مرا در همه جا مددگرا، ای همه تن دل و وفا، مادری جان جان من، رنج بری برای ما در ره مدعای ما، مهر تو ره گشای ما، مادری جان جان من، کولی آردار پور، یک سبد از انار پور، خانه بچه‌دار پور، مادری جان جان من، سایه توست بر سرم، دولت بخت پرورم، از تو خزینه زرم، مادری جان جان من حق گزار تو، بچه نامدار تو، طفلکی بیقرار تو، مادری جان جان من، مادری جان جان من.
سببگار خواندن من مادر من است. پدرم نمیمون تنها میمونم که مادرم گفت که از تن بچه‌م هم کار میکنم، گاوتم نگاه میکنم، اوقاتم میپزم، پشاکتم میشم، همش میکنم، بچه‌م دابته برو خونه. وقتی هست پدر و مادر به قدرش نمیرسی. عزت احترامی پدر و مادر بسیار بسیار مقدر. نرین حج در دری خانه. هر فردی که دعای نیکی پدر و مادر گرفته باشد حجش قبول است. سخنی که مادر به فرزند میگوید نه زنت میگوید، نه دخترت میگوید، نه پیسرت میگوید، نه نبیره و ابیره اگه کسی دیگر. با فرزند 100 برای مادرت باشد، برای او تو کودکی، تو فرزند هستی. همین که سخنهای میگوید من نشیدم، اون سخنهایی که من از مادر شنیدم. تماشابینان عزیز، برنامه ما مستقیما بخشیده به روز مادر طریق تلویزیون تاجیکستان ادامه دارد و ما حالا صحبت را با مهمانان آغاز می نماییم. بله، میخواستیم که نخست از استاد نویسنده بسیار محبوب و دوست داشتنی ما عبدالحمید صمد اندیشه هایشان را، مهرنامه‌شان را در این جشن مبارک نثار بانوان، خانمان و زنان عزیز و ارجمند تاجیکستان نمایند. مرحمت استاد. درود به همه بیننده ها، مادران عزیز، هارون. پیش از همه همین گفتنی هستم که مادر بزرگترین معجزه دنیا است و تمام اول سر کنم این روزی پر از نور و صفا، این جشن شکوهمند من پیش از همه به تمام مادران، بانوان و دختران تاجیک که ما بینن شاد باش میگویم. و در این ردیف گفتنی هستم که تمام انسانیت، حتی پیغمبران، ابرمردان علم و ادب، سیاست، از قدیم تا امروز تا پرزیدنت محترم ما، پیشوای ملت که حاضر ما در نوار دیدیم، این از دامن پاک مادر به دنیا آمدن و محض مادر اونا را برای زندگی هدایت کرده است، تربیت کرده است و چنان شما قید کردید اولین آموزگار انسان این مادر هم هست. مادر هم هست. و دیگر این است که اگر ما نیک نظر کنیم در سرشت هر یک انسان از همه بیشتر تاثیر و همون چیزی مادر را میبینیم، چون که مادر سینه رحم است. اون چیزی که با پسر است، دختر است با اون میبید، این به واسطه شیر میآید، شیر پاک مادر میاد. و مادران فاضل و دانشمند ما در طول تاریخ انا از زمین را بسیار فرزندان فرزانه به وایه رساندن، به خدمت خلق رساندن که نه تنها تاجیکستان یا که مردم همزبان ما، بلکه تمام دنیا از فیض و برکت علم اونها تا امروز بهره‌مند میشوند و نام اونها را به افتخار به زبان میگیرن. ما اگر گیریم از آدم شاعرها، استاد رودکی تا ابن سینا تا بزرگان دیگری ما که هر روز چی میشوند، اینا همش پرورده مادر تاجیک هستند. من آرزو میکردم که همین فیض و برکت، همین دانش و فضیلتی که مادران ما داشتند و به فرزندان خود اینا بخشیدن و تا امروز ما از اونا، جامعه ما از اونا بهره‌ور می شود. گلگل شکوفی این وطن صاحب استقلال ما از فیض و برکت تلاش های همون فرزندان مادران ما هستند که برای دولت صاحب استقلال و برای ملت سربلند و سرفراز ما نثار میکنن. انا همون فیض و برکت کم نشود و این در این زمان با تربیه فرزند،
بس کسب و هنر آموزی فرزندان بیش از پیش باز جدیتر مشغول شوند. دیگه با اونا فقط چی میخوامن؟ روزگار خوش، شیرینی حیات و تندرستی و درد و داغ فرزند نبینن. همیشه شاد و سربلند باشه. پاینده باشه دوستان، سلامت باشه. خب واقعا هم وقتی که سخن از مادر می رود ببینید که یک مهر است که تا واپسین نفس در قلب هر یک انسان جوش میزند، جای خود را دارد و همیشه ما مادر میگوییم در تمام لحظه های چه شادی، چه درد، چه غم و همین قدر و منزلت و بزرگی مادر است که تمام نویسنده و شاعران دنیا همیشه وصف و ستایش مادر را در مد اول گذاشتند. چند سخن میخواستیم شما اطراف بزرگی زن مادر بگویید. معلم عزیز. معلم جان مهربانی است. مرحمت. فرمایید معلم. خب سلام و درود به شما و بینندگان برنامه ایدانه صبح. این صبح مبارک و مقدس تمام بانوان و مردم تاجیکستان را با فصل بهار و روز مقدس مادر تبریک و تهنیت میگویم و خیلی شادم که از این منبر خیلی بالای و والا از منبر تلویزیون تاجیکستان امکانیت آن را دارم که تمام عزیزان، خواهران و مادران، دوگانه های خود و همه آنهایی که امروز و این ساعت و این لحظه با هم روبرویم تبریک و تهنیت گویم و برایشان سری بلند و دلی خرسند، اقبال و سلامتی و سعادتمندی تمنا نمایم و این روز خوش را با همه صادقانه تبریک گویم. روز مادر برای همه ما مقدس است و انسان هر چقدر بزرگتر شود همین قدر احساس میکند که مادر در زندگی انسان چه نقش بزرگی را میبازد. اگر در جوانی ما قدرت و توانایی مادر را تنها با مهربانی احساس کنیم و درک نماییم، اما هر چقدر که ما از مادر خود بزرگتر میشویم در سن و سال احساس میکنیم که چقدر جای او در تمام زندگی ما خالی است. میگم که سر و سامان من مادر، بلاگردان من مادر و ناکامی و ناداری و جان من مادر. بمیرم من برای تو، نه آید کس به جای تو. همه دنیا نمی ارزد به گرد خاک پای تو. واقعا به گرد خاک پای مادر هیچ چیز و هیچ کس نمی رسد، زیرا سعادت زندگی ما، خوشبختی روزگار ما همش با همون کلمه زن مادر وابسته است. و این چند روز از همین آمده حتی از آخرهای ماه فوریه در تاجیکستان تجلیل روز مادر اینقدر با تنتنه و با شکوه تجلیل می شود. گمان میکنم که یگان نفر زن مادر از توجه یعنی مسئولان بیرون نماندند و هر روز نگاه میکنم با دسته گل، با تحفه ها، اینقدر زنان در کوچه ها زیبا آراسته و شکر میگم که در چنین ایام، در چنین روز ما هم عمر به سر میبریم و بگذار روزگاری ما، روزگار مادران، روزگار فرزندان ما همیشه آسایشته باشد، همیشه در سر ما گلباران مهر و محبت باشد، زیرا مادر سراسر عشق است، امید است، مهر است، محبت است و این چرخ را همیشه داور، یعنی من زنم، من مادرم، من یاورم، چرخ را بعد از خدا من داورم. در زمین دیده و دل آفتاب، در جهان نخل محبت پرورم. محبت مادر الها سرشار و فراوان باشد. مادران رفته ما از ما شاد باشد
و فرزندان ما هم با ما ببالند و روح ما هم از پیشرفت این کشور و این وطن و این نسل‌های آینده خود همیشه شاد و خرم باشند. عیدتان مبارک باشد. سری بلند و دل خرسند برای هر یک شما آرزومند. سلامت باشید. واقعا یک مصرع‌های شعری بسیار دلنشین هم شما ایجاد کردید. چون این نوشته اید که آواز فارمت را، چشمی گوهرورت را، شادی و هم غمت را من یاد کردم. خوبش تو دوامش رو شما با من نشستند را، لاچیره بستند را، ارمان شکستند را من یاد کردم. آچه بالای قمچیند را، گیسوی مشکیند را، دستان پرچیند را من یاد کردم. آچه رومالک سرد را، بالین و بسترد را، تومار در برد را من یاد کردم. آچه من یاد کردم. چه خاطرات شیرین از مادر خویش دارد؟ بسیار لحظه مناسب است. اگر مادر من مثل همه مادران فرشته بود. یعنی میگم مادرم پیر شد و پیر نبود در نظرم. بال پرواز نداشت لیک بود و بال و پرم. یعنی تا دم مرگ همه مادران در غم ما نگرانند. و شادی ما شادند و در غربت ما یعنی در زندگی ما همیشه نگران که فرزند ما خوشبخت باشد و سربلند. و همیشه در نظر من پیر نبودند. بله. لیکن سن و سال هر چند که میرفت ما گمان میکردیم که مادر جاویدانه است. مادر من صاحب 10 فرزند بودند و همون دست پا سوخته بود تا دم مرگ فرزند گفت مادری خوشنظری خودگذری مشتی پرم. یعنی تا دم مرگ فرزند گفتن در غم فرزند. یک مادری عاقله، یعنی مادرم یک زنی با فرهنگ و با معرفت، یک زنی با آداب و آراسته و آزاده، یعنی با هیچ کس سری جنگ و یعنی سری غرور و بدبینی و جدایی نداشتند. یعنی مادرم بانوی آزاده و با فرهنگ بود. وطنش یعنی پیرهن و جامعه کمرنگ نداشت. مثل امروزه بانوها یعنی خیلی زیبا می پوشیدن، خیلی زیبا. و وقتی که به مهمانی می رفتن ما 6 نفر دختران در ترددی که مادر کدام پیرهنشان را ببر کنند. یعنی چقدر و اینقدر همیشه با چشمان سرمه آلود می گشتند. همیشه خودشان را یعنی آرام می دادند و ذوق خیلی بلند و خیلی با ظرفیت بودند. و 10 نفر ما را صاحب معلومات عالی کردند. پدر اندک بربختر گذاشتند اما مادر تا دم مرگ برای ما فرشته بودند. جای پدر را گرفتند و خیلی همون بیتو به زیر گردون بیچاره و جگرخون با ناله های افزون من تا ماندم. آچه در خانه و دری تو باغ صنوبر تو بیروی انور تو من تا ماندم. آچه الا هیچ کس طاقه نماند. لیکن مادران روحشان شاد باشد. در قطار آنها مادر من هم خدا رحمت کند و همیشه جایشان بهشت جاویدان باشد. تشکر زیاد و ما بسیار میخواستیم که با صحبت همراه میشدن شاعره شیرین سخن ما شهریه احتمزاد. بله مرحمت مانیم. واقعا این یک روزی خیلی عجیب خیلی زیبا. من گفتی خانم مهرنسا که چند روز متوجه میشم میبینم که اینقدر بانوان ما زیباند که فکر میکنم که در تمام دنیا این خیلی خانمایی که رنگ دوست میدارن، سبز سرخ. یعنی تاجیکستان امروز پر از رنگ است، بازی رنگ ها است توسط همون پیراهنایی که دارن، همون جامچه های در برشان دارن. یعنی 8 مارس که یک سال ما مردم
سعادت بلند داریم که باز امسال هم 8 مرتبه پیشواز میگیریم. و درباره مادر من فکر میکنم که اصلا زن مادر یعنی چی؟ زن فکر میکنم نقاشی بهترین خداوند است. آفرین. بله. خداوند در کشیدن نقش زن خیلی رنج میکشد و اخیراً یک زنی زیبا می آفرد. فرزانه عزیز میگوید که مردان اگرچه چشم خدایند افتاده چون اشک در پای مایند. مایم نیرو برانگیز ورنه دلیران بر جبهه نایند. هرچند مرد چشم خداوند است اما زن دختر خداوند است. بله بله. اینقدر دوستش می‌دارد، اینقدر. برای همین فکر میکنم که بسیاری هم میگن که زن به هیچ کس قیاس کرده نمیشد به جز فرشته ملکوتی. من حتی خیال میکنم که زن از فرشته بلند است. میدونید برای چی؟ من دلیل دارم. حافظ میگوید که فرشته عشق نداند قصه مخوان. فرشته عشق نداند که چیست قصه مخوان. بخواه جام و شرابه به خاک آدم ریست. فرشته آدم نیست. بله. فرشته آفرنده نیست. بله. فرشته پیام آور نیست اما مادر آفرنده است. برای همین از این رو به اصالت مادر ایمان آوردن، به احترام مادر سر فرود آوردن، این برای همه از کوچک تا بزرگ واجب است. ما نمیتوانیم که مادر میگویند که خداوند همه گناه هم موقوف میگذارد، فقط گناهی که مادر آزار میدهید در همین زندگیتون شما همونا میبینید، دردش میبینید، یعنی که حاصلش میبینید. برای همین من بسیار میخواهم که همه مردای ما، فرزندای ما، برادرای ما، چون زن اینقدر نقاشی خداوند بوده است، هیچ وقت ویا مراقبش باشن، همیشه دوستش دارن، احترامش کنن، چون واقعا اون فرشته هست که ما از دامن او ثبت شده ایم. بله. هر کسی نباشه ما از دامن مادر ثبت شده ایم. من مادر من مهرنسا میدانن که مادر من در 16 سال بودم از میان رفتن. اون وقتی بود که من بیشتر نیاز به مادر داشتم ولی تا حالا همون در پیش چشمم در وقتی صنف 9 بودم هم خیلی مادرم از دنیا رفتن. مادرم یک پالتو داشتن، یک پالتوی زیبا داشتن. میگفتم که مادر همین پالتو رو تید من پوشم. میگفتن که نه دخترم، تو مکتب میری. اون صنفخانه های اون سالها مثل امروز زیبا نبودن، مثل مکتب های امروزه ما که اینقدر زیبا و آراسته و پیراسته هستن نبودن، نمیدادن. و همین علم همیشه در دل من میمون که مادرم چرا من همین یک پالتوشون نمیتونم که یک بار پوشم. یک روز همین زمستان پارسال بود، در کوچه همین خنک خوردم، سرد خوردم، بعد یادم آمد همون پالتوی مادر. و ببینید که من برای چی مثال میگم، حتی مادر و فرزند همیشه با هم یک چیز پیوندی روحانی داشتن. بله. و مادرم خواب میبینم که هم پالتو رو آورد و گفت که تو برای آب رفتن میری؟ من گفتم بله. گیر پوش گفت و من پگوی خستم و قلم گرفتم، نوشتم که مادر که همیشه از پی فرزند است، اندر ته خاک هم با او پیوند است. در خواب بدیدمش که مادر میگفت پالتوی مرا بپوش بیرون سرد است. یعنی ببینید که مادر بعد 50 سالی که درگذشته است با من یک روح پیوندی دارد. همون پالتوش برای من توفه کرد. و برای همین من جای دیگه هم گفتم که از مادر یاد کردم که در دامن تو خواب شیرینم میبرد، شیرین شیرین خواب چونینم میبرد. هر لحظه که تو نوازشم میکردی دستش فرشته بر جبینم میبرد. دست مادر دست فرشته است. تشکر زیاد. و واقعا هم این صحبت ما و این به هم آمدن ما یک شیر و شکر رو میموند. بله. چرا این سخن رو من میگم؟ چون که در اینجا سراینده های بسیار محبوب ما، بسیار خوش صدا و شناخته تاجیک اینجا حضور دارد و ما خواهش میکنیم از لایق دولتمند که یک سرود زیبایی را در وصف مادران اینجا برای تماشابینان برای ما پیشنهاد کرده باشند. مرحمت.
کو شد از پایداریش بزرگ چشمش شد از بیقراریش بزرگ شد سر گوهره فرزندی خود مادر از شب زنده داریش بزرگ ره دور مادرم رنجور مادرم دیر آمدم با کل باید ای خواب با سرم دیر آمدم با کل باید ای خواب با سرم رفتم براه دور چون رودی ناصبور رفتم براه دور چون رودی ناصبور از چشمه های چشمی تو با خود گرفتن از چشمه های چشمی تو با خود گرفتن ره دور مادرم رنجور مادرم دیر آمدم با کل باید ای خواب با سرم دیر آمدم با کل باید ای خواب با سرم باری دیگر برخیز از خاکی رنگ بیز باری دیگر برخیز از خاکی رنگ بیز بر نو بهاری عمری من فیض و سخا بیریز بر نو بهاری عمری من فیض و سخا بیریز ره دور مادرم رنجور مادرم دیر آمدم با کل باید ای خواب با سرم دیر آمدم با کل باید ای خواب با سرم ای خواب با سرم ای خواب با سرم
سلامت باشید. یک عالم سپاس برای چنین یک ترانه زیبا در وصف مادر، بزرگی های مادر. در حقیقت تا در حق ما دعای مادر نشود، در زندگی راه ما منور نشود. 100 سال اگر خدمت مادر بکنیم، بر یک شبه رنج او برابر نشود. خوشحال کننده است که امروز هموطنان ما، همدیاران عزیز ما، فرزندان عزیز مادران میخواهند در این روزی نیک مادران خود را، خواهران خود را به این روزی نیک تبریک کرده باشند. و عاقل شاه از شهر دوشنبه میخواهد خواهرانش ماه بیبی و قمریگل را که ساکنان جماعت دهات صغیردشت ناحیه دروازه هستند به این روزی سعید تبریک و تهنیت گفته باشد. بله، اینجا باز مادری عزیز دخترش در روزی مادر زادروز داشتند با نام مفتونه. خواست است که از این منبر برایش تمنای خوشبختی، خوشروزگاری کرده باشیم و ما برایش سری بلند، خاطری جمع و چون گلهایی که اکنون در برابر روز مادر شکفتنها دارد در سراسر کشورمان چنین معطر و زیبا باشند. زادروز مفتونه بانو که از نام مادرشان دولت بی اینجا ارسال ما شده است مبارک باشد. تشکر زیاد. پاینده باشید. و میخواهیم که به صحبت همراه شده باشند فریده سیدزاده و کیمیای صفا و باید بگویم که فریده بانو یکی از طراحان شناخته تاجیک است که چون بهار میشد همیشه این کار رو میکنند، اما چون بهار میشود الهامشان سرشارتر میشن برای دوختن لباس های ملی تاجیکی، چکن و اطلس و ادرس. و ما بسیار میخواستیم که از توأمی بهار نازنین زنها و اون رنگ و رنگی که چنانه که اینجا شاعره های عزیزی ما ابراز داشتن، یعنی تاجیکستان رنگ و رمزهای زیاد دارد و فصل بهار که خود پر از رنگ ها هست. ما میخواستیم که از این زیبایی ها چند سخن گفته باشند. تشکر زیاد. سراول اظهار سپاس و مینتداری خود را به اساسدار صحبت ملی پیشوای ملت جناب عالی محترم امام علی رحمانی رسانم که همه ساله ما طراحان را در همه سمت، در همه راه که ما ایجاد میکنیم دستگیری مینمایند و محض آن همین دستگیری های جناب عالی است که ما امروزها در چهاربینی های سطح بین الملل معرفیگر لباس ملی هستیم و امروز ما در ایدی بانوان مادران قرار داریم. تمام بانوانی که در اینجا نشستند و تمام بانوانی که ما را نگاه دارند در تاریخ آینده نیلگون آنها را تهنیت میگویم و البته مادر عزیز خودم را نیز در این روز مبارک تهنیت میگویم و گفتنی هستم که همیشه زیبا باشند، زیباگی را دوست دارند. انا همین طبیعت زیبا امروزها که چقدر سرسبزی دیارمان است، شکوفان است و میخواهم که زنان و بانوان ما نیز همیشه شکوفان باشند، همیشه زیبا باشند، زیباگی را دوست دارند و جوان بمانند. بله، کیمیای صفا چه اندیشه دارند در این زمینه که اون نیز همین گونه خیلی زیبا. باید بگویم که اون لباسایی که کیمیا به بر کردن این همه محصول تخیل و کاری فریده بانو هست. بله. البته تشکر. من همچون یک دختر تاجیک که لباس‌های ملی را در چهاربینی‌های سطحی بین الملل معرفی‌گری جهان می‌نمایم، خیلی هم افتخارمند از آن هستم که لباس ملی را به بر می‌نمایم و این خود به بر نمودن لباس ملی یک فخر دختری تاجیک است. البته چرا چقدر قبول میکنند همین وقتی شما رو خارجیان با چنین لباس زیبا میبینند چه آنها لباس‌های ملی را خیلی هم خوش قبول می‌نمایند و فرهنگ ملی، لباس‌های ملی در بین دیگر لباس‌ها خود با رنگ‌های جذاب دلکش خود دقت خارجیان را به خود جلب می‌نماید. سلامت باشید. وقتی که ما امروز در جشن مادر زیبانیسا از بزرگی مادر سخن میگوییم، یک نکته رو نباید فراموش کنیم که این همه با یمن استقلالیت، با شرافت همین ثبات سرتاسری که با زحمات و تلاش‌های بسیار هم بی‌نظیر پیشوای معظم ملت انجام داده شده است، اینجا صورت گرفته ایستاده است، استقبال میگیریم و خود پیشوای ملت نمونه عالی ارج گذاشتن به مادر هستند.
چرا که جشن مخصوصی که امروز ما و شما استقبال میگیریم به واسطه محصول ایجاد و تفکری به واسطه پیشوای معظم ملت است که اینجا با فرمان مخصوصی خود صدور کردن از سال 2009 که ما چنین جشن بزرگی را استقبال میگیریم. بله و واقعا در حاشیه این سخن‌هایی که شما اینجا ابراز داشتید ما می‌خوایم که یک گزارش رو به همین معنی اینجا پیشکش کرده باشیم و بعداً به صحبت برمیگردیم. مرحبا. дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон масъалаи дастгирӣ, ҳифз ва таҳкими мавқеи занону бонувон яке аз самтҳои афзалиятнок ба шумор меравад. дар заминаи сиёсати хиратмандонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар кишвар заминаҳои устувори ҳуқуқӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ барои иштироки фаъоли занон дар ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии ҷомеа фароҳам оварда шуданд. боиси қаноатмандӣ است که از جانب پیشوای محبوب و معظم ملت به مسئله بلند برداشتن مقام زن در جامعه روند فعالگردانی نقش آنها در حیات اجتماعی و اقتصادی مملکت تدبیرهای مشخص عملی گردیده آن موفقانه اجرا گردیده ایستاده است. دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان تحت سروری پیشوای محبوب با مقصد حفظ حقوقهای کنستیتوسیونی زنان، فراهم آوردن شرایط مناسب کاری و زندگی برای زنان، تحکیم مقام و منزلت آنها در جامعه و حل مسئله های مهمترین حیات جامعه اسناد معیاری و حقوقی را به عمل برآوردند. خوشبختانه امروز با عملی شوی برنامه‌های دولتی زنان و بانوان تاجیک به خاطر رشد ساحه‌های حیات جامعه و دولت در همه شاخه‌های حاکمیت دولتی یعنی مقامات عالی قانونبرار، حاکمیت سودی و اجراییه، اینچنین در همه ساختارهای دولتی و اتحادیه‌های جمعیتی فعالیت نموده در پیشرفت ساحه‌های گوناگون حیات جامعه حصه ارزنده خود را گذاشته ایستادند. با مقصد تطبیق همه‌جانبه سیاست دولتی در ساحه برابری گندری، قانون جمهوری تاجیکستان درباره کفالت‌های دولتی برابر حقوقی مردان و زنان و امکانیت‌های برابر تطبیق آنها، استراتژی ملی فعالگردانی نقش زنان در جمهوری تاجیکستان، اینچنین یک قطار برنامه‌های دولتی قبول و عملی می‌گردند. این صنعت‌ها با فراهم آوردن محیط مساعد برای رشد اقتدار ذهنی، کسبی و ایجادی زنان و بانوان، بلند برداشتن مقام اجتماعی آنها و حمایت منفعت‌های قانونیشان روانه شدند. سیاست گندری در تاجیکستان یک چند خصوصیت‌های خود دارد. یکم خصوصیت این سیاست در آن است که تمام تدبیرهایی که در این سمت عملی کرده می‌شوند با هم در پیوستگی منطقی قرار دارند. مثلا اگر ما یادآور شویم از فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 3 دکبر سال 1999 درباره بلند برداشتن مقام زن در جامعه، در اینجا گفتن ضرور است که قبل از قبول این فرمان یک تدبیر دیگری مهم، یعنی جدا نمودن کوتاهای پرزیدنتی برای دختران مناطق کوهستان عملی کرده شد و عملا اگر ما گیریم این تدبیر یک زمینه بسیار مهم و مساعد رو بهر تطبیق فرمانی که ما اون رو در روند تشکل و تحول و رشد سیاست گندری در تاجیکستان همچون یک فرمان تاریخی ارزیابی میکنیم نقش بزرگ بازی. یعنی در زمینه به تحصیل فرا گرفتن دختران از مناطق کوهستانی کشور و آماده نمودن آنها، زیاد نمودن تعدادی زنان و دختران صاحب معلومات یک امکانیت واقعی بهر در قدم‌های من بعد تعیین نمودن آنها به وظیفه‌های راهبری کننده یک امکانیت فراهم آورده شد. در سالهای صاحب استقلالی دستگیری زنان و بانوان در سمت معارف یکی از اولویت‌های مهم سیاست دولتی محسوب می‌یابد. با جاری نمودن کوتای پرزیدنتی هزارها دختران لیاقتمند از منطقه‌های دوردست به مؤسسه‌های تحصیلات عالی راه یافته امروز در بخش‌های کلیدی اداره‌کنی دولتی علم، معارف، تندرستی، اقتصاد، فرهنگ و حفظ حقوق فعالیت می‌کنند. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تدبیرهای بلند برداشتن مقام زن در جامعه به توصیف رسیدند.
قبول برنامه‌های دولتی، تأسیس کوتای پرزیدنتی، جلب زنان با تحصیلات عالی، جدا نمودن گرانت‌های پرزیدنتی اوید به رشد صاحبکاری از جمله دستگیری‌های پیشوای ملت بابت زنان میباشد. این دستگیری‌ها به هزاران زنان و بانوان امکانیت دادند که سوی معلومات کردند و متخصصانی ورزیده شوند. زنان تاجیک با خصلت‌های حمیده، دانشمندی و هنرمندی، اینچنین عقل و خیرات، تحمل پذیری امروز در بین تمام جامعه جهانی شناخته شدند. زنان تاجیک با عقل و ذکاوت، صبر و تحمل و جهانبینی واسه می توانند امروز در رشد استوار کشور نقش کلیدی بازند. از دید تحلیلی به مسئله نمایندگی زنان در ساحه‌های گوناگون سهم آنها در رشد کشور اگر نظر افکنیم، پس در می‌آوریم که امروز چی در ساحه که در نهادهای مقامات حاکمیت و اداره کنی دولتی، در ساحه خدمات دولتی، در ساحه‌های گوناگون اجتماعی، در سکتور اقتصادی، از آن جمله صاحبکاری زنان و دیگر ساحه‌های خواجگی خلق مملکت، امروز واقعا هم زنان نقش سازنده دارند. نقش آنها در تشکیل و برگزار نمودن چاره‌بینی‌های سیاسی هم به نهایت کلان است. مثلا اگر ما از انتخابات پارلمانی سال گذشته 2025 یادآور شویم، مثلا تعداد زنان در کمیسیون مرکزی انتخابات برای پرسی زیاده از 28%، در کمیسیون حوزوی انتخابات از 33 تا 44، حتی در بعضی حوزه‌ها تا 55% هم نمایندگی داشتن زنان. در کمیسیون اوچسکوی انتخابات هم نمایندگی زنان زیاده از 40% رو تشکیل میده. ولی این خودش هم نشانه آن است که زنان امروز در همین معرکه‌های مهم سیاسی با یک اراده قوی شرکت ورزیده ایستادند. در سمت اقتصاد و صاحبکاری حکومت جمهوری تاجیکستان با جلب سرمایه داخلی و خارجی و تطبیق برنامه‌های قرضدهی امتیازناک برای رشد صاحبکاری زنانه شرایط مساعد مهیا نموده است. امروز هزارها زنان و بانوان همچون صاحبکاران موفق در ساحه‌های استحصالات، کشاورزی، هنرمندی، سودا و خدمترسانی فعالیت نموده در تحکیم اقتصاد ملی و تامین نیکوحوالی عائله سهم نظررس می‌گذارند. با بانوان و زنان رو آوردن رهبریت عالی سیاسی مملکت از آن شهادت می‌دهد که طی سال‌های اخیر بانوان زنان با دانش، صداقت به ملت و دولت، مهنت و زحمت خود اثبات نمودند که جامعه‌ای که با زن مادر با دانش و نیروی ادراک او اعتماد دارد با پیشرفته نظرستر نویل می‌گردد. این اعتماد و باوری پیشوای ملت ما را وادار می‌سازد که در راه پیشرفت آبادی کشور عزیزمان زحمت کشیم تا اینکه کشورمان را به یک سرزمینی باز از این هم آباد و همقدم جهان نموسیر تبدیل دهیم. در بخش حفظ اجتماعی تدبیرهای مقصدناک جهت دستگیری مادران و کودکان، زنان کمبزاعت، معیوب و عائله‌های نیازمند راه اندازی گردیدند. بلند برداشتن حجم کمک پولی‌ها، تامین خدمت‌رسانی‌های طبی، توسعه شبکه‌های مؤسسه‌های تا مکتبی و مرکزهای رشد کودک، اینچنین برنامه‌های سالمگردانی از جمله اقدام‌های مهم دولتی در این سمت میباشند. همزمان در کشور برای فعالانه جلب نمودن زنان به اداره‌کنی دولتی و حیات سیاسی زمینه مساعد فراهم آورده شده است. امروز زنان و بانوان در هیئت پارلمانت، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، ساختارهای قدرتی و مؤسسه‌های دولتی به حیث راهبر و متخصص فعالیت دارند که دلیل روشن اعتراف نقش و مقام بلند آنها در جامعه می باشد. اشتراک نمودن در معرکه مهم سیاسی، در یک رقابت سیاسی، به دست آوردن اعتماد مردم، باوری مردم، این خودش البته هم دانش، هم ملکه، هم جرأت و هم شجاعت را طلب می‌کند. در پارلمان مملکت دعوت به دعوت صف وکیل زنان افزوده ایستاده است. در دعوت هفتم 10 زن عضو مجلس ملی و 18 وکیل زن در مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فعالیت پرثمر نموده طبق گرانت های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یک قطار سندها، یک قطار قانون های به تفسیر رسیدند که در حیات امروزه خیلی مهم به نظر می رسد. اینچنین اوید به نقش فعالگردانی نقش زنان در جمهوری تاجیکستان یکی از مسئله های سیاست اجتماعی دولت به حساب رفته، اون با برابری حقوق مردان و زنان درج گردیده است.
дар маҷмӯъ сиёсати давлатии ҷумҳурии тоҷикистон нисбат ба занону бонувон сиёсати фарогир, ҳадафманд ва ояндасоз буда ба ташаккули ҷомеаи адолатмеҳвар, баланд бардоштани сатҳи зиндагӣ ва таъмини рушди устувори кишвар мусоидат мекунад. дастгирии пайвастаи занону бонувон на танҳо сармоягузорӣ ба рушди инсон, балки кафолати пешрафти дарозмуддати давлат ва таҳкими пояҳои иҷтимоии ҷомеаи муосири тоҷик мебошад. خوبترین ترانه مادر، دنیای پر از فسانه مادر، خورشید و مه است با تو پیوند، خورشید و مهی به خانه مادر. بیننده‌های عزیز تلویزیون تاجیکستان، برنامه جشنی ما بخشیده به روزی مادر مستقیما از تلویزیون تاجیکستان ادامه دارد. واقعا هم مادر گنج و گوهر نایاب است که هر لحظه می‌خواهیم که وصف و ستایشش نماییم و همین فرصت زیبا رو البته тамошобинони барномаи мустақими мо мехоҳанд ки хеле хуб истифода бубаранд ва наздикони хешро махсусан модарону хоҳаронашонро шодбош бигӯянд. бале. хуб ба унвони барномаи мо бахшида ба рӯзи модар аз оилаи хайриддиновҳо ба унвони барномаи мо табрикот омадааст ки ба муносибати рӯзи бузурги модарон мехоҳанд модари хешро ва модарони аҳли оилаи бузурги хайриддинзодаҳоро ба ин рӯзи муборак таҳният гуфта бошанд. дар баробари нафаре ки ин мактубро ба мо ирсол намудааст, мо ҳам самимона муборакбод мегӯем аҳли оила ва хусусан модарони азизи оилаи бузурги хайриддинзодаҳоро. бале, бо чунин унвон аз номи оилаи меликовҳо дар ин рӯзи хубу накӯ мехоҳанд ки модари хешро шодбош бигӯянд ва барояш саломатиро таҳният намоянд. ҳамзамон гулнора аз шаҳри душанбе мехоҳад ки хоҳараш дилоромро бо рӯзи модарон табрик бигӯяд. исмоил толибов аз ноҳияи ховалинг мехоҳад ки модари меҳрубони худро дар ин рӯзи накӯ шодбош гуфта бошад. ҳамзамон гулнамо гулчинова аз шаҳри душанбе мехоҳад ки хоҳараш ширингули наҷмиддинро аз ноҳияи ванҷ бо ин рӯзи накӯ таҳният бигӯяд. саломат бошед. ҳамзамон як нафар ба унвони барномаи мо бо номи меҳроҷ мактуб ирсол намудааст. мегӯяд ки меҳроҷ ҳастам аз шаҳри душанбе, бибиям фазилат ва модарам малоҳатро мехоҳам ба ин рӯзи нек, яъне рӯзи модар табрик намоям. мо ҳам дар баробари меҳроҷ модари азиз ва бибияшонро ба муносибати рӯзи модар самимона муборакбод мегӯем. саломат бошед. чун барномаи мо тариқи мустақим инҷо ҷараён дорад ва бинандаи азиз дар чунин рӯзи муборак тафреҳ низ дидан мехоҳад, ба худ гирифтан мехоҳад. аз ҳамин лиҳоз ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон аст инҷо тоҷиддин раҳимов ки бо як садои марғуб ва бисёр суруди дилнишин инҷо табъи модарони азизи моро, хонумон ва умуман духтарони тоҷикро шод мегардонанд. марҳамат. ташаккури зиёд. воқеан ҳам васфи зан, васфи модар чӣ қадар васф кунем, ситоиш кунем кам аст. ман низ аз ин фурсати муносиб истифода бурда модари азизамро дар шахсияти модари азизам кулли модарони дунёро табрик мекунам. барои ман танҳо имрӯз иди модар нест, барои ман ҳар лаҳзаву ҳар соату ҳар рӯз барои ман рӯзи модар аст. зеро модар ҳамеша ғамхору мушфиқу роҳбалади ман ҳастанд. аз ин рӯ ман фикр мекунам ки барои ман тамоми рӯз рӯзи модар аст. барои ҳамин ман модарон воқеан ҳам бузург ҳастанд ки тамоми бузургони рӯи олам зодаи ӯанд. ман фикр мекунам ки нест ҳунарманде, нест мутрибе, умуман аҳли қаламу аҳли зиё фикр мекунам ки дар ситоиши зан модар суханҳои хубу волоро гуфтанд. ман низ чун ҳунарманд ҳастам, рисолати ҳунарманд ҳамин аст ки ҳамеша тараннумгари
سرودهای وطندوستی و ترنمگری سرودهای مادر باشد. من نیز یک در کلور ترنم یک سرودی خیلی خوب و رنگین رو آوردم و میخواهم با مادر عزیز خودم و با کلی مادران روی دنیا تحفه کرده باشم. بفرمایید. مرحمت. آسایشی جانم توی بهتر زی جانم مادرم آرایشی خانم توی فیضی جهانم مادرم از بهترین ها بهترین نازآفر و مهرآفرین ای محوری چرخی بری گنجی روانم مادرم گنجی روانم مادرم همچون زمین یک توی تو یک توی به هم توی تو بگشاده حرف از حدیث جنت به زیر پای تو پیوند ایمانم توی شیرین زبانم مادرم سوگند وجدانم توی ای جانی جانم مادرم ای جانی جانم مادرم باشی همیشه بر سرم نوری دو چشمانم توی ای مهربانم مادرم پرفیض و احسانم توی جان مادرم جان مادرم آسایشی جانم توی بهتر زی جانم مادرم شیرین زبانم مادرم ای مهربانم مادرم
سلامت باشه. تاجرین رحیموف بودن، یک سراینده خوب بود، خوش صدا و دوست داشتنی ما اینجا سرود در وصف مادر قرائت کردن. همین یک خصوصیت عجیب است که اگر ما ساعتها سخن بگوییم ولی وصف و ستایش مادر را به اندازه باید و شاید گفته نمیتوانیم، ولی یک رسالت بزرگ است نزد شاعر و سراینده. وقتی شاعر شعر می آفرد و اون از آهنگساز به آهنگ می درآورد و سراینده می سراید، فکر میکنم در آن این وقت تا اندازه محبت و صمیمیت خدمات و خدمت‌های بزرگ مادر انعکاس خود را می‌یابد. برای همین هم شما یک سرود بسیار دلنشین اینجا منظور کردید که از شما عرض سپاس میکنم و مادران نیز بسیار از این سرود فکر میکنم روح و الهامی بالیده گرفتند. بله، ما تشکر میگوییم به مهمانان عزیز و ارجمند و استادان عزیز و ارجمند و گروه طراحان و سراینده های بسیار محبوبه که با سخنها، با شعرها، با سخنهای بلند مضمون، با حضورشان البته این محفل ما را، این صحبت ما را زیب دادند و برای شما سلامتی و سربلندی و موفقیت های بیش از پیش را تمنا میکنیم و باید بگوییم که صداقت و متانت و جسارت زنهای ما را اگر هر قدر وصف کنیم این کم است و برای چی من صداقت و متانت زنها اینجا گفتم، چون که سوژه‌ای که حالا میخواهیم پیشنهاد کنیم همکارمان زلفیه رحمانزاده از نیروگاه برقی آبی راغون آماده کردن که اونجا زنان جسور، توانا و بسیار وطندوستی ما در پهلوی مردان ایستاده کار میکنن و فعالیت پرثمر نشان میدهند. این سوژه رو با هم تماشا میکنیم. نیروگاه برق آبی راغون مظهر ناموس ملی، جبهه سازندگی، کارزار مردانگی و زمینه با اعتماد اقتصاد ملی. در این حال در نیروگاه برق آبی راغون زیاد از 19,000 کارمندان مهندسی و تکنیکی کار و فعالیت می نمایند که از این نشان دهنده نزدیک 850 نفر را زنان و بانوان تشکیل می دهند. زنان و بانوان در این انشاءات عصر در ید رای سربند با خوابانیدن مواد گیرخاک، در آشخانه ها با پخت و پز، در آزمایشگاه با سنجش محصولات ساختمانی و در بنگاه طبی با گذراندن معاینه طبی مشغولند. اینجا آزمایشگاه مرکزی نیروگاه برق آبی راغون است. می رویم نزد زنهایی که با دل گرم، با احساس بلند وطنداری، با وفاداری و صداقت کار و فعالیت می نمایند. آزمایشگاه مرکزی نیروگاه برق آبی راغون از 5 شعبه و بخش‌های علاهیده، شعبه آزمایش متال‌ها، شعبه نظارت گئوتکنیکی، شعبه کیمیاوی، بخش تشخیصگاه سپکترالی، شعبه بتون و بخش آزمایش خاصیت‌های فیزیکی و مکانیکی سیمنت عبارت است که در آنها اکثراً زنان کار و فعالیت دارند. گلناره ابراهیمова از سال 2008 این جانب در قطعه‌های گوناگون نیروگاه برق آبی راغون و از ماه ایول سال 2015 در آزمایشگاه مرکزی ساختمانی به حیث مهندس کار و فعالیت می نماید. این زنی با اراده 35 سال است که در سمت سنجش صفتناکی بتون و آزمایشگاه‌های نیروگاه‌های کشور فعالیت دارد. 2008 به اینجا دعوت شده ایم. همچون نظارت کارهای بتونی کار کردم در دوری نقب‌ها از 2-3 سال می شود در این لابراتوری مرکزی که امروز وابسته بر من است. این نمونه‌هایی که از زواد بر ما می آید ما همه آنها رو در تخانه ها مانده به مدت 180 روزه، 90 روزه، 7 روزه، 28 روزه از روی آنها حساب کتاب نموده هر یکی آنها را آورده در این اپارات می سنجیم و به اون زوادها معلومات نامه‌ها میدیم که همین نمونه‌هایی که شما گرفته اید معلومات نامه خوب داده است تا باور است به مارکه خودش ما آنها را پیشبری می نماییم. او از مشکلی و دشواری‌های کار هرگز نمی هراسد. با اراده قوی و افتخار بلند دایر بر روند کارهای ساختمانی نیروگاه برق آبی راغون سخن میگوید. وقتی کار ما از لایق روی شروع شده است سال 2008 ما تونل اول تازه میکردیم، بعد از آن پلاتین آبی شور سر شد در کروی نقب‌هایی که امروز بر ما دسترسن DT4 کار میکردیم، ST4 ST3 این نقب‌ها را T39 ترانسفرماترینی و مرزل این شبانه روز کار کرده سهمی خود را گذاشته ایم.
گلنوره ابراهیمова همچون کارمند صاحب تخصص آزمایشگاه میان همکاران صاحب احترام است. گلنوره زنی بهترینی همین کارخانه است. در اوید به کار، اوید به زندگی و همه طرفه کار میفهمیدگی، کار همی انجام میدادگی، همه طرفه در حیات مثال در همه جهت همین زنک بهترین است. در تونلی هم یک جا رفتیم، در زواد هم یک جا بودیم، در لابراتوری هم یک جا هستیم، همه طرفه ما یک جا میگشتیم. ابراهیم و گلنوره در وقتی کار، در وقتی همین کاراش مسئولیتش بلنده، پیشروی کارش نغزه، همین کار چقدر پیش میبره. مادری بهترین، مادری ناز، مادری نبیردار، کلیندار، همراهی فرزندش مثال همین قطار مردها خودش پسرش کار میکنن با سر بلند سهم خودشون را در همین ساختمانی امروی راغون گذاشتن. او زنی زنده‌دل، جسارتمند و پاک‌نهاد است. نظری نیک و سازنده، اندیشه‌های سازگار و به آینده درخشان تاجیکستان صاحب استقلال باوری کامل دارد. این اندیشه مادر را فرزند او پسری کلانیش به اینابت گرفته برای کار و فعالیت کردن در ساختمان نیروگاه تصمیم قطعی گرفت. پسرم را آوردم که باعث افتخار من شود، صاحبانه کار کند و وطن خدمت رساند. من از آن فخر میکنم که امروز فرزند من در چنین نیروگاه برقی راغون با ما کار میکند. طور گلنوره ابراهیم و اظهار می‌دارد چون نیروگاه برق آبی راغون برای مردم تاجیک بسا پر اهمیت است، باید وظیفه‌های در پیش گذاشته هر نفر صدقاً و با مسئولیت بلند اجرا کرده شود. در برابر گلنوره ابراهیمова دیگر زنان و بانوان نیز در آزمایشگاه مرکزی ساختمانی فعالیت ثمرناک دارند. جهانگل محمودزاده ساکنی ناحیه فرخار بوده یگانه زن است که با جسارت و دلاوری، رفتاری نیک، اندیشه سالم و مهارت و کاردانی خود در برابر جوانمردان در سربند نیروگاه همچون مکانیزاتور کار میکند. این زنی شجاع به آن اندیشه است که نیروگاه برق آبی راغون امروز و در آینده نیز مایه افتخار هر یک فرد وطن، سرچشمه وطن دوستی و صداقتمندی مردم تاجیک خواهد بود. من به حیث مکانیزاتور در این نیروگاه برق آبی راغون کار و فعالیت دارم. من مدت 9 سال می شود که در این نیروگاه برق آبی راغون سهمگزار هستم. افتخار از آن دارم که برابر مردان کار و فعالیت دارم و امروز میندارگی خود را به پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان میرسانم که ما زنان را در همه ساحه دستگیری میکند، چون که ما همه زنها در همه ساحه چی تکنیکا، چی در علم، چی در تندرستی معارف ما کار و فعالیت داریم و در این راغون هستن زنانی که با وظیفه آشپز، با وظیفه سنجشگر، نامپز، فراش، مهندس کار میکنند. تمام نمود مصالح ساختمانی که در بنیاد نیروگاه برق آبی راغون استفاده می‌گردد با مقصد معین کردن صفت از تشخیص آزمایشگاه مرکزی گذشته بعداً در کارهای ساختمانی استفاده کرده می‌شود. ما در اینجا تمام موادهایی که در ساختمان وارد میشن از سنجش گذرانده میشوند. از آن جمله آبهای زیرزمینی، آبهای چشمه، سمنت، خاک، سوزه‌چوره دیزلی، بنزین، روغن‌های مولدنی، سنگ و شغل و غیره ها در اینجا گذرانده میشوند. آبها را سنجش میگذرانیم که در ترکیب آنها موجودیت های ایون های کلسی، مگنی و هیدروکربنات ها، خلورها و سولفات ها موجود است. برای همین ما در ترکیب ایون های کلسی، هیدروکربنات ها چقدر که هستند باید به معیارها جوابگو باشند. تمام کارمندان مهندسی و تکنیکی دائم از معاینه دوره‌ای 6 ماهه گذشته با خدمت رسانی‌های گوناگون طبی و کمک اولیه طبی تامین کرده می‌شوند. سالمی ساختمانچیان همه روزه تحت نظارت همشیره‌های شفقت قرار دارد. هشت سال شده که در این مرکز انبیاء راغون کار کرده استم. هر صبح ما در
مرکز سلامتی ساختمانچیان را از نظر میگذرانیم. فشار خون میسنجیم. در حالتهای دعوت فوری ما به میدان ساختمانی یاری اولیه طبی خود را به ساختمانچیان میرسانیم. در بنیاد نیروگاه برق آبی راغون که اعجاز نیروی ذهنی و اراده متین انسانی است، زنان و بانوان در آشخانه ها برای 19,000 مهندسان و ساختمانچیان خوراک های با لذت و محصولات نانی آماده می نمایند. من میفخرم که همچون مادر، همچون زن تاجیک در این ساختمان این نیروگاه عظیم عصر، نیروگاه آوازدار کار فعالیت داریم. مدتی 8 سال می شود که من در همین کارخانه کار میکنم، در همین نیروگاه. در همه روندهای ساختمان، در همه کسب و کار زنان اشتراک میکنند. در حتی مهندس، حتی مکانیزاتور، حتی لابرانت، سنجشگر، پخت‌وپز، سرآشپز، آشپز، با همه وظیفه ها قریب زنها فراگیرند. در همین کارخانه ما دخترکان جوان، حتی مهندسان جوان آمده در همینجا کار فعالیت دارند. در تکنیک های به خطری زنها کار میکنند. تعدادی تا 300 نفر در همین آشخانه ما خوراک میخورند. ناشتای پگاهی، خوراک نصف روزی، خوراک شام میخورند. به آنها تنها نانای گرم پیشنهاد کرده میشود. خوراک‌های سرغذا و با لذتی با تازگی تیار کرده شده. 11 سال می شود که من در نیروگاه برقی راغون کار و فعالیت میکنم. ما هر روز با ساختمانچیان میکنی 26 نانهای گرم، اوقاتهای گرم پیشنهاد میکنیم. کارمون نغزه، ما مینداریم ای رهبرمان، ای محترم جناب عالی. در آشخانه ما زنهایی هستند که آنها پاورن، در بری ما با آشپزن، در بری ما با دخترایی هستن که با نان میکنن، روبوچین میکنن. همشون خیلی کارهای خودشون خوش رو به انجام میرسونن. 10 سال باز در نیروگاه برقی راغون کار میکنم با همراهی زنان که آنها با ما آموختن. ما یک جای کار کردیم. ما هر روز هم زنها هم مردها برابر ایستاده به مردمی در گسی راغون کار میکرده خدمت میکنیم. زحمت تصورناپذیر ساختمانچیان در سینه کوه‌ها و صداقت و متانت و شجاعت این جوانمردان باننگ تاجیکستان را در آینده نزدیک منور کرده به هر خاندان گرمی و نور و ضیا می آورد. بینندگان گرامی، ادامه برنامه جشنی ما از تلویزیون تاجیکستان است که بخشیده بر روز مادر تقدیم شما گردیده ایستاده است و ما صحبت آرایی میکنیم با یک گروه آموزگاران، زنان فعال در این روز فرخنده، یعنی در روز مادر. در برنامه ما اشتراک دارند ظریف‌ماه مجیدزاده، آموزگاری دانشکده عالی سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان، موهبه محمد جانزاده، دکتری علم‌های فلسفه، منوره عثمانزاده، آموزگاری دانشکده دولتی زبان‌های تاجیکستان، عبادت رجبزاده، هنرپیشه شایسته تاجیکستان، پرویناز اقنظرова، آوازخوان انسامبل آریای کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و اصل‌الدین سلیمزاده، نامزد علم‌های فلسفه داتسنت. خوش آمدید به برنامه. خب قبل از آن که ما صحبت رو با مهمانان آغاز می‌نماییم،
چند سخن شادباشی بینندگان رو باز هم میرسانیم. خب باز هم بینندگان ما مهرداد و عظیمجان از شهر دوشنبه میخواهد بیبیهایش تاجینیسا، هوریستان، مادرش مخوش، خاله‌اش شهلا و عمش فرنگیس را به روز مادر شادباش بگوید. همزمان مدینه از شهر حصار خواهر و مادرش را در این روز نکو شادباش گفته است. و واقعا هم از زمانی که ما به استقلال دولتی رسیدیم و با تشبس‌های سازنده و معرفت پرورانه پیشوای معظم ملت، اولین فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تدبیرهای بلند برداشتن مقام زن در جامعه از 3 دکبر سال 1999 به تصویب رسید که این زمینه گردید برای قبول دیگر سندهای یکی وابسته به نقش و مقام زنان پیشنهاد شده بودند و ما از معلمه عزیز محیبه محمد جان بسیار میخواستیم که در این رابطه اندیشه‌هایشان را بیان داشته باشند. تشکر زیاد. در دوران استقلال ما زنان بانوان بسیار از تحت دل احساس میکنیم که تا چه اندازه مهر و محبت حکومت جمهوری تاجیکستان و توجه پیشوای معظم ملت نسبت به زنان و بانوان می افزاید روز تا روز و از این مهر و محبت و از این دستگیری های پای در پای پیشوای معظم ملت ما هم بانوان روز به روز به یک حیات آسایشته به یک رشد و نموی بی‌نظیر خودمون رسیده ایستادیم. ببینید بانوان تاجیک با فراگیری حکومت جمهوری تاجیکستان از کوتا ها دختران تحصیلات خودشان را در همه ساحه های علم و معرفت و سیاست ادامه داده امروز علاقه در امور دولتی اشتراک فعالانه دارند. در علم تاجیک سهم خودشان را گذاشته ایستادند. در صنعت، در فرهنگ، در ورزش، در ساحه های حربی نظامی سهم بی‌نظیر خودشان را وارد نموده ایستادند که این هم دستاوردهای استقلال و آن مهربانی های بی‌واسطه پیشوای معظم ملت نسبت به زن مادر می باشد. این جشن فرخنده به همه ما مبارک باشد. در این جشن من می بینم که تمام مردم کوشش میکند سخن بهترین خودش را برای مادر بخشد، برای زن بخشد. میخواهد یک تحفه نجیب خودش را برای مادر، چی تحفه معنوی باشد، چی تحفه مادی باشد، به مادرش برساند، به بانوش برساند، به خواهرش برساند و از این مهر آفری ها و از این محبت اظهار کنی ها تمام تاجیکستان با عشق فرا گرفته شده است. امروز ما تاجیکستان را خوشبخت میبینیم. امروز ما آینده تاجیکان را خیلی درخشان و پر امید میبینیم. خب در این روز سعید به همه شما سلامتی و عمر دراز را خواهانم. سلامت باشید. بینندگان عزیز، اینجا حالا یک سیوژه منظوری شما میگردد و باز برمیگردیم به استودیوی تلویزیون تاجیکستان که اینجا برنامه جشنی ما طریق پخش مستقیم جریان دارد و نوارهای روی اکران تلویزیون های شما به شما امکانیت میدهد که چی درخواست، چی تمنیاتی که دارید به عنوان برنامه ما البته ارسال نمایید. زنان و بانوان نگین پرجلوی تاج ملت. این است که آنها در همه ساحه‌های خواجگی خلق با دستاوردهای بی‌نظیرشان فرق می‌کنند و دائما بر آن تلاش دارند که در برابر تربیت فرزندان و پیشبرد عائله معرفگر پیشرفت‌های نوی کشور صاحب استقلالمان در اقصای عالم باشند. قهرمانی برنامه ما 3 تن از بانوانی هستند که پیروهای علم را پیشه کردند و موفق شدند، زیرا اراده متین دارند و برایشان ترغیب و تشویق علم تاجیک هدف اساسی محسوب می‌یابد. صبری بیگم یار محمد زاده سابقه کاری بیش از 30 ساله خود را در راه علم خیمیا صرف کرده است. برابر تعلیم دانشجویان با اختراعات خود تاجیکستان صاحب استقلال را بارها در نمایشگاه و کنفرانس‌های علمی سطح جهانی معرفی کرده است. او مؤلف بیش از 120 مقاله علمی، 4 کتاب درسی و 2 مونوگرافیا بوده غالب آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت می باشد. تمام کامیابی و پیشرفت خود را از برکت استقلالیت کشور می داند.
ما زنای خوشبختیم که در دوره صاحب استقلالی کار و فعالیت کرده ایستاده ایم، چون برای ما چنین شرایطی فراهم آورد که ما توانستیم امروز هم مادر باشیم، هم عالم باشیم و هم فعالیت علمی یا ایجادی رو کرده باشیم. این همه گواهی از صلح و ثبات وطنمون، از مرتبه بلند برداشتن مقام زن در جامعه شباهت می‌دهد و پیش وقتا زنها به اختراعکاری و کارهای علمی توجه داشتن لیکن امکانیت نداشتن و امروز ببینیم که با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان امروز ما زنان چه از دهات دور چه از داخل توانستیم به آرزوی خودمون برسیم، یعنی اون چیزی که آرزو داشتیم جامعه عمل پوشید. ما زنانی دوره استقلال امکانات‌های بسیاری داریم که علممون در عمل تطبیق کنیم و برای جهانیان معرفی سازیم. البته امروز از جوابم به غمخواری پیشوای ملتمون ما شخصا خود من کوشش به خرج داده ایستادم که یکی از بانوانی باشم که معرفگر ملت خویش باشم در عرصه بین المللی و از تمام امکاناتایی که حکومت جمهوری تاجیکستان برای ما فراهم آورده است استفاده کرده امروز موفق هستیم. ҷаҳонгул давлатзодаро бошад дар доираҳои илмӣ бо 7 ихтирооташ мешиносад. дастоварди назаррасаш соҳиби медали нуқра гардидан дар форуми байналмилалии ихтироъкорон дар фаронса мебошад. баъдан дар намоишгоҳи кувайт бо медали биринҷӣ соҳиб гардида нуфузи илми тоҷикро бо ихтирооти илмии худ собит кард. муаллима ҷаҳонгул барои пешниҳоди навгониҳои илмӣ ва узвияти академияи илмҳои ню-йорк мушарраф шудааст. خرسند از آن هستیم که سالهای 2020-2040 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف اعلام گردیده بود و امروز در دایره همین 20 ساله آموزش در فاکولتیت های طبیعت شناسی آزمایشگاه های معاصر گشوده شده ایستادند و این به ما امکانیت میدهد که تمام کارهای علمی تحقیقاتی خود را در این آزمایشگاه ها با پررگی به انجام رسانیم و همه این البته از دستگیری های حکومت جمهوری تاجیکستان شهادت میدهد. ما زنان بانوان امروز فخر از آن داریم که در چنین کشوری آزاد فعالیت داریم و میتونیم که امروز ما علم تاجیک را در عرصه بین المللی معرفی کنیم. البته امروز ما زنان و بانوان که اکثریت مادر هستند در تربیه فرزند سهم خود را بیشتر میگذارند و مادری باسواد ملت باسواد میگن و این بیهوده نیست. البته ما کوشش میکنیم که در تربیه فرزندان و تربیه شاگردان سهم خیلی باسزا گذاشته باشیم، زیرا چون پیشوای ملت قید کردند آموزگار با نوری سواد و معرفت علم و دانش حیات جامعه را روشن میسازد، جهالت را از حیات جامعه برکنار می کند و بنیاد کنندگان و سازندگان وطن را به وایه می رساند. барои муқаддас қурбонзода шарафи бузурге насиб гардид ки ҷоизаи ба номи исмоили сомониро дар соҳаи илм ва техника соли 2006 аз дасти президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон гирифт. ин рӯзро ӯ ҳаргиз фаромӯш намесозад ки заҳматҳои илмиашро қадр намуданду соҳибҷоиза шуд. муқаддас муаллифи беш аз 200 мақолаи илмӣ, 2 китоби дарсӣ ва 3 ихтироот мебошад. солиёни тӯлонӣ роҳбари ҷамъияти илмии донишҷӯён ва олимони ҷавонро ба уҳда дошт ва барои тарбияи олимони ҷавон саҳмгузор шуд. дастоварди дигари илмии ӯ сазовори медали тиллои намоишгоҳи байналмилалии илмӣ дар фаронса гардиданаш мебошад. ин ҳама комёбиҳои худро аз баракати соҳиби истиқлолии кишвари азиз медонад. طول 35 سال استقلالیت جمهوری تاجیکستان با تمام بانوان امکانیت فراهم آورده است که مقام آنها را در منزلت علم اداره کنی، یعنی که تمام اداره هایی که امروز فعالیت میکنند از جمله مقام زن در آنها بالا میباشند که امروز ما میبینیم که زن همچون مادر، همچون آموزگار، همچون راهبر، همچون اختراعکار، عالم در تمام مؤسسه ها هم وظیفه راهبری کننده را انجام میدهد. شکرانه از آن میکنیم که برای زنها تمام امکانیت ها فراهم آورده شده است و اگر در مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی یا مؤسسه های تحصیلات میانه
عمومی نگریم، امروز تمام دانشجو دخترها برای آموختن کسب و هنر فعالیت دارند. اصول و آسایشتگی است که امروز زنان در تمام ساحه ها کار و فعالیت خوب کرده ایستاده است. نظام با تماما به طور دیگر است و محصولناکی این کارخانه ها نیز نظررس می باشد. البته نقش به عنوان عالم در عملی گردیدن 20 ساله آموزش علم‌های دقیق، ریاضی و طبیعت شناسی برای سالهای 2020-2040 نظررس است. با وجود آمدن تفکر علمی و تکنیکی، فهمش خرافاتی را برهم می‌زند و نسل دوران استقلال را به شاهراه علم و معرفت و خودشناسی راهبردی می‌نماید. تماشابینان عزیز، گزارش همکارمان گلبرگ ریزایeva بود که از دستاورد و موفقیت عالمه‌های تاجیک در سطح بین المللی برای شما پیشکش گردید و باید بگویم که برنامه ما مستقیما طریق تلویزیون تاجیکستان ادامه دارد. ما را همراه باشید و واقعا هم در این لحظه ها زبونیسا، مسرور و محمد ما هر چیز زیادتر می‌خواهیم که از بزرگی زن مادر سخن بگوییم و این فرصت خیلی هم خوب و زیباست و در این روز همگی یاد می‌آوریم زمان کودکی های خود را که مادر کنارمان بود، چقدر مهربان بود، چقدر مهر بود در زندگی ما و همین فرصت را نفرانی که امروز مادرشان در برشان هست خوشبختانه می‌خوانند که خیلی هم با سخنان مهربان مادر و خواهران خویش را باز هم شاد باش بگویند. عبدالقادر شادیزاده از ناحیه میر سعید علی حمدانی می‌خواهد دخترش نصیبه بانو و خواهرانش فیضیگل، رعناگل، شرافت، زلیخا و همچنین مادرشان را با مناسبت روز مادر شاد باش بگویند. بله، همزمان به عنوان برنامه ما مکتوبی بسیار صمیمی آمده است. نوروز از شهر دوشنبه میگوید که مادر عالیه زندگی است. همسرم که مادر 3 فرزند هست، او را و در سیمای او دخترانم دلافروز و رابیه را به روز بزرگی مادر تبریک می‌نمایم. بله، همزمان مهریدین از شهر دوشنبه خواهرانش بهرنیسا، مملکت، نزاکت و شهریناز را بخشیده به روز مادر شاد باش گفتند. بله. از صنف رمضان از ناحیه فرخار می‌خواهد تمنیات خود را به کل مادران عزیز تاجیکستان رسانیده باشد. بله. قربانگل محمد و از ناحیه سنگوار دخترانش را با روز نکو شاد باش گفته است. همزمان دولت ها و موجوده از ناحیه عبدالرحمن جامی می‌خواهد مادر و کلین خاندان را به مناسبت روز مادر تبریک نماید و در برابر این تمنیات نجیب خویش را به تمام مادران عزیز تاجیکستان عزیز رسانیده است. تشکر به کل بیننده های عزیز، خصوصا به آن بینندگانی میکنیم که ما را پیگیر دارند و تمنیات های نجیب خویش را، آرزوهای قلب خویش را، نیت های نیک خویش را پیشنهاد می نمایند توسط مکتوب های صمیمی به عنوان برنامه ما. بله، برنامه جشنی ما است از طریق تلویزیونی تاجیکستان با طرز مستقیم. منظور شما اینجا ما از زمان صاحب استقلالی، از شجاعت و متانت زنان دوران صاحب استقلال سخن گفتیم و سوژه ها نیز برای بینندگان پخش گردید، ولی باید یک رجوع کنیم به تاریخ که واقعا هم اگر ما صفحه های تاریخ را ورق بزنیم چقدر زنان شجاع و دلیر داشته ایم سر از زمان هخامنشیان و دوره ساسانیان که رساله شاهی را بر دوش داشتند، بانوان آریایی، و در زمان سامانیان هم بعداً چه کارنامه و متانت نشان دادند، در برابر مردان حفاظت از مرز و بوم خود انجام دادند و نقش بسیار کلیدی را در دولت سازی مردم ما، گذشته ما، نیای ما، اجداد ما داشتند. اینجا نماینده قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی ظریف‌الماه مجیدزاده قرار دارند که چون زنان آریایی، چون زنان شجاع گذشتگان ما در پهلوی مردان به تعلیم و تدریس این شاخه ارتشی ملی مشغولند و می‌خواستیم که تمنیات شما در این زمینه
روحیه مادرانی که امروز در صفهای قواهای مسلح کشور خدمت میکنند که شما یکی از آنها هستید، تمنیات شما را در زمینه آن شنیدن میخواهیم. مرحمت. سلامت باشید. چون اینجا سخن از باب مهر و محبت مادر رفت، من گفتنی هستم که دوست می‌دارم تو را ای مادرم، دوست می‌دارم تو را ای مادرم، هستی بر من دولت و تاج سرم. عمر خود را بهر من کردی خزان، عمر من بادا فدایت مادرم. برای ما زنان و بانوان باعث افتخار بزرگ است که امروز در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان، خصوصاً قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در وظیفه‌های گوناگون حربی ادای خدمت نموده ایستاده ایم. امروز زن تاجیک، شخصاً زنان و بانوان قشون‌های سرحدی پهلو به پهلوی مردان دلیر و شجاع وطن ایستادگی نموده، مردانوار هر ذره خاک وطن را حفظ می‌سازیم و بار دیگر افتخار می‌نماییم که زیر سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت امروز در فضای پر از صلح و ثبات وطنداری کار و فعالیت داریم. چون امروز عید مادران است، من می‌خواستم گویم که مادر خود فرشته هست که از تمام بهر تولید قهرمانان وطن، دفاعگرندگان جان و تن فرود آمده است. میخواستم از فرصت مناسب استفاده برده کل مادران دنیا، در سیمای آنها مادر عزیزم را که امروز در بستر بیماری هستند تبریک و شادباش نمایم و میخواهم که عمری هزار بهر همه مادران دنیا خداوند عطا گرداند. و برای من بار دیگر امروز یک روز خوشبختی بود که در قطار مادر بودنم باز من بیبی شدم و خیلی هم با یک حسیات افتادم و از همه خوشبخت‌ترین زن خود را حساب میکنم و همچنین یک زنی هستم که پهلو به پهلوی مردان وطن ایستاده هر ذره خاک مقدس خویش را حفظ میسازم و گفتنی هستم که دولت و دنیا برای مادرم، دولت و دنیا برای مادرم، گوهر یکتا و هم بال و پرم، بین بهارت بهر من گردید خزان، وعده میدهم به تو باز پس میآرم بهارت مادرم. موی تو گردید به مثل برف سفید، صدریق و تارهایش به شمارند مادرم. من نکردم خدمت بر تو، مرا مادر ببخش، سر به پایت میگذارم ای فرشته مادرم. گنج دنیا را شمردم به حساب، گنج به همتای من هستی برای مادرم. گنج به همتای من هستی برای مادرم. میکنم خدمت به خلق و ملت خود تا ابد، تا رضا باشی ز من در هر دو دنیا مادرم. تشکر زیاد. تشکر. سلامت باشید. سخن از خدمت زنان، از کارنمایی زنان و مهنت و زحمت زنان در صف قواهای مسلح سخن رفت. بسیار خوب می شود که این از ما سوژه همکارمان ماهینه و خارجه و را در همین رابطه با هم تماشا کنیم و بعدا برگردیم. مرحمت. امروز زنان و بانوان تاجیک در برابر اجرای رسالت مادری و همسری همزمان فعالیت نظررس نمودن در سمت آموزگاری، طبی، خدمت دولتی، اینچنین در صف قواهای مسلح نیز ادای خدمت وطن مادر را به جا می‌آورند. بینندگان عزیز، در گزارش نوبتی ما از فعالیت نظررس زنان نظامی که در وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان کار و فعالیت می‌نمایند برای شما معلومات‌های ضروری را پیشنهاد می‌کنیم. امروز زن تاجیک در برابر دیگر ساحه‌های جامعه در تحکیم اقتدار مدافعی کشور نیز سهم ارزنده می‌گذارد. خدمت در صف قواهای مسلح نه تنها مسئولیتی بلند بلکه افتخار بزرگ برای هر یک شهروندی وطندوست میباشد. زنان تاجیک با احساس بلندی وطندوستی و مسئولیت کسبی در ساختارهای گوناگون وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان فعالیت نموده در تامین امنیت و ثبات کشور نقش مهم دارند. امروز شماره زنان در ساختارهای حربی تدریجاً افزایش یافته، آنها در وظیفه‌های گوناگون و بخش‌های طبی و تعلیمی تا ساختارهای اداره و تحلیلی فعالیت با ثمر دارند. نقش زن مادر در شکلگیری فرزندان به نهایت کلان می باشد و همین را من باید بگم که یکی از موضوعهای جاودانی، موضوعهای افتخاری و معروف در ادبیات بدیهی خلق تاجیک این هم باشد وصف و ستایش مادر است که شاعران و نویسندگان در اثرهای خود شعرهای خود به قلم می‌دهند و زن مادر سرچشمه خوشنشاننده حیات است، دوام دهنده
نسل انسانیت می باشد و واقعا در زندگی مادر و موقع او برای ما بسیار مهم است. ҳузури занон дар ин соҳа нишон медиҳад ки онҳо бо донишу малака ва иродаи қавӣ метавонанд дар паҳлӯи мардон вазифаҳои пурмасъулиятро ба таври шоиста иҷро намоянд. ман дар синни хурдӣ вақте ки медидам ки аз авлодҳои тарафи падариам онҳо бисёрашон ки дар сохторҳои низомӣ кор мекарданд ва вақте ки либоси низомиро ба бар мегирифтам ман хурсор будам, мехостам ки ман ҳамин мисли ҳаминҳо калон шаваму дар сохтори вазорати мудофиа кор ва фаъолият намоям. ба ин ба ман муассар гашт ки ман ҳам низ дар ин рӯз ҳамчун як афсар дар корҳои сиёсӣ тарбиявӣ кор ва фаъолият мекунам. ин хело барои ман фарахбахш мебошад. бо дастгирии роҳбарияти давлат ва таваҷҷӯҳи махсус ба баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа барои занони низомӣ шароити мусоиди хизмат ва рушди касбӣ фароҳам оварда шудааст. онҳо дар муассисаҳои таълимии ҳарбӣ таҳсил намуда сатҳи касбият ва маҳорати худро пайваста такмил медиҳанд. занони хизматчии ҳарбӣ на танҳо ҳамчун мутахассисони соҳибтаҷриба, балки ҳамчун намунаи иродаи қавӣ, масъулиятшиносӣ ва садоқат ба ватан шинохта мешаванд. онҳо бо фаъолияти худ собит месозанд ки зан метавонад ҳамзамон модари меҳрубон, мутахассиси варзида ва муҳофизи ватан бошад. من افسر شعبه دعوت رئیس تشکیل و سفربری لتینانت خوب عمرزاده ملکه عمر. ما گردآفریدان زمان با مهارت و ملکه معاصر کسبی، حسی بلند ملی، احساس گرمی وطن دوستی، صداقت به وطن، دولت و ملت، افتخار وطنداری و جسارت و دلیری در حمایه مرز و بوم این سرزمینی بیش تا سال آماده خدمتیم. онҳо бо фаъолияти худ собит месозанд ки зан метавонад ҳамзамон модари меҳрубон, мутахассиси варзида ва муҳофизи ватан бошад. имрӯз нақши занон дар таҳкими иқтидори мудофиавии кишвар бештар эҳсос мегардад. бо масъулияти баланд ва садоқати комил онҳо дар таъмину суботи оромии ҷомеа саҳми арзанда мегузоранд. бешак фаъолияти чунин занони фаъол ва ватандӯст барои насли ҷавон намунаи ибрат буда онҳоро ба дӯст доштани ватан ва хизмати содиқона ба он ҳидоят мекунад. бинандаҳои гиромӣ бори дигар дуруд мегӯем ба шумо ва идомаи барномаи ҷашнии мо бахшида бар рӯзи модар аст ки мустақиман тамошо доред аз телевизиони тоҷикистон. ва инҷо дар суҳбати мо боз ҳамроҳ шуданд як бонуи муваффақ, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ рухшона раҳимзода. хуш омадед ба барномаи мо. ва инҷо азбас ки барномаи мо мустақиман ҷараён дорад, ба унвони барномаи мо арзи меҳри бинандаҳои азиз ба модарони худ, ба азизони худ, ба пайвандони худ дар ин рӯзи муборак пешниҳод мегардад. марҳамат, боз аз номи кӣ таҳният ва табрикоти наҷиб омадааст ба рӯзи модар? бале, ҳамагон мехоҳанд ки бо унвони хонаводаи хешро, наздикони хешро дар ин рӯзи накӯ шодбош гӯянд. боз ҳам ба унвони барномаи мо ин гуна шодбошиҳо ирсол гардааст. абдуллоев асрор аз ноҳияи тоҷикобод мехоҳад шоира меҳрнисо ва шаҳриябонуро ки қаблтар бале дар барномаи мо ҳузур доштанд ба муносибати рӯзи модар шодбош гуфтанд. ҳамзамон рухшона нурова аз ноҳияи ёвон мехоҳанд модари 88 солаи худро аз номи аҳли хонавода шодбош гӯянд ва хоҳони сарбаландию боз ҳам саломатии онҳоро карданд. ҳамзамон асроров фаррухҷон модари худ гулхуморро мехоҳад ба муносибати рӯзи модар самимона таҳният бигӯяд ва ҳама орзуҳои неку наҷибро барои модари азизи хеш таманно намудааст. инчунин абдуллоева омина таҳнияти накӯи хешро ба кулли модароне ки дар барномаи мо иштирок доранд расонидааст ва ҳамзамон ба модари азизи худ. ва албатта агар мо дар боби бузургии модар, мақоми модар, манзалати модар, муҳаббати модар рӯзҳову моҳҳо сухан гӯем,
کم است، چون میگویند مادر آغاز و انجام همه محبت هاست. او سرآغاز همه آغاز هاست. از این رو ما صحبت را بازم ادامه میدهیم. اینجا در برنامه ما اشتراک دارند نامزد علم‌های فلسفه اصل‌الدین سلیمزاده که اولا شما را خوش آمدید میگوییم. بله، حالا محمد جان می‌خواستیم که یک لحظه تفریح برای بیننده عزیز فراهم بیاریم و در مهمانی برنامه داریم هنرپیشه شایسته تاجیکستان عبادت رجب و یک زنی که با سرودهایش با همون الله‌های گواراش طبع بیننده عزیز ما را همیشه شاد می‌گردونند طریق افری تلویزیونی تاجیکستان. مرحمت یک تمنیات میکنیم و یک سرود جذاب برای بیننده عزیز منظور میسازیم. سلامت باشید. پیش از همه سری تعظیم فرود میارم پیش پای تمام مادران تاجیک. مادر بزرگ است. مادر گوهره و دنیا را با هم میپیوندد. مادر است که ما هستیم و حیات هست. کیست آن کسی که علی مادر را نشنیده باشد و از شیر پاک مادر لذت نبرده باشد؟ مادران چراغ خاندان، برکت فیض خاندانند. طفلی و دامان مادر خوب بهشتی بوده است تا به پای خود روان گشتیم، سرگردان شدیم. امروز یک ترانه آوردم که در وصف مادران و به تمام مادران کل دنیا میبخشم. عید مادران مبارک باشد. مرحمت بفرمایید. مادر تو مرا عمر جان و جیگرم گفتی، شعر و غزلی شیرین شب تا سحرم گفتی، شعر و غزلی شیرین شب تا سحرم گفتی. شیری سری گهوارم من گریه و تو زارم، شیری سری گهوارم من گریه و تو زارم. آرامی شو گفتی زبی بغلم گفتی، آرامی شو گفتی زبی بغلم گفتی. مادر تو مرا عمر جان و جیگرم گفتی، شعر و غزلی شیرین شب تا سحرم گفتی، شعر و غزلی شیرین شب تا سحرم گفتی. جیگرم گفتی، شعر و غزلی شیرین شب تا سحرم گفتی، شعر و غزلی شیرین شب تا سحرم گفتی.
جیگرم گفتی شعر و غزلی شیرین شب تا سحرم گفتی شعر و غزلی شیرین شب تا سحرم گفتی جان و جیگرم گفتی شعر و غزلم گفتی زبی بغلم گفتی. سلامت باشید. هنرپیشه شایسته تاجیکستان عبودت رجب و بودند که با یک سرودی بسیار گوارا و دلنشین اینجا طبع بیننده عزیز را شاد گردانیدند. و واقعا بینندگان گرامی بار دیگر یادآور میشیم که برنامه ما مستقیما جریان دارد و شما امکان دارید طریق تلفن هایی که روی اکران ها میبینید با عنوانی برنامه ما تماس گرفته آن تمنیات های نکوی خیش را با مادران عزیز با نزدیکان خود برسانید و این لحظه ها با عنوانی برنامه ما مکتوب های صمیمی زیاد آمده میرسند. برای مثال نگینه فیض‌اللهی‌وا از ناحیه وخش میخواهد کلی مادران را به این روزی نیک تبریک و شادباش نماید. همچنین مرجانه از شهر پنجکین میخواهد مادرشان و بیبیشان را به روز مادران تبریک و مبارکباد نماید و همزمان برنامه ما را در قطار ساکنان تاجیکستان عزیز بیرون از کشور نیز تماشا دارند. اینجا دلنازه از شهر تاشکنت جمهوری ازبکستان میخواهد مادر عزیز خود را و کلی مادران تاجیکستان را به روز مادر تبریک و شادباش بگویند. هر نفری که این گنج بی‌بها را در بر دارد باید قدرش را در زنده بودنش بداند و وقتی که در برمون مادر هست ما به قول دلمون پر است و پی کار و روزگار خیش هستیم چون مادر از سر می رود همگان یادش میکنیم و هر لحظه میخواهیم که در برمون باشد و قصه گوییم، قصه های شیرین روزگار و آبادی امروز تاجیکستان را. برای این لحظه ها رو بینندگان ما نیز میخواهند زیبا استفاده ببرند و سخنان مهربان خیش را در آینه نیلگون برسانند به مادران و به نزدیکان خیش. و ما صحبت را با نامزد علم های فلسفه اصل‌الدین سلیمزاده آغاز می نماییم. اولا خوش آمدید به برنامه و چون شما نامزد علم‌های فلسفه هستید فلسفه بزرگی مادر رو چگونه تصویر میکنید؟ بله بسیار خوب میشه. سلامت باشید. تشکر زیاد. باعث افتخار است، باعث خرسندی است که در این روز بزرگ، در این روز ناتکرار چنین وضعیت فرا رسیده است که ما را پیرامون عالیه آسمانی سخن گفتند. بله. یک حقیقت بی‌بحث وجود دارد که آن برای همه آدمان، آن برای همه زمانها یکسان بوده است. سرنوشت ساز هر یک فرزند خاکی، محرک تقدیر و طالع جمله فرزندان آدم، نخستین نصیحتگر، نخستین معلم فرزندان انسان مادر بوده است. بنابراین در این جهان همه چیز اگر نسبی باشد هم لیکن محبت، مهر و خاصتا صداقتی که مادر به فرزند دارد مطلق بوده است. بشکر. بنابراین ممکن است همه آدمان دنیا به ما یک مرتبه اگر اشتباهی میکنیم نصیحت کنند. لیکن تنها ذاتی که تا واپسین نفس ما را نصیحت میکند، تا آن لحظه که ما از راه نادرستی انتخاب کرده امان به راه درست نآییم نمیتواند خاطرش جمع باشد، دلش تسکین باشد. این مادر بوده است. احتمال قوی آن است که در این جهان فرزندان ناقابل دیده شوند، اما یگان ذره شبهه نیست که در این عالم مادری بد وجود داشته باشد. بنابراین چنین ناقابل ایستادن در نزد مادر را، سرخ فرود نآوردن به بزرگی های او را، چون این را انسانیت
یک عملی نابخشیدنی حساب میکرده است. ببینید ما دو قرض ازلی داریم، یکی در نزد وطن، دیگری در نزد مادر. و تا واپسین نفس کوشش های ایدئالی که در این راه میکنیم نمیتوانیم قناعتمند باشیم و نمیتوانیم گوییم چیزی را در نزد این دو ارزش به انتها اجرا کرده باشیم. بنابراین ببینید حتی صداقت مادر که در اینجا سخن کردیم، از این صداقت بزرگ مادر هم ادبیات هم در فلسفه جمله عالمان و متفکران اندیشه های ارزشمند بیان کردند که حتی از بزرگی مادر را ادبیات همچنان تصویر میکند که از این تصویر ادبیات علم به حیرت میماند. همزمان خاطررسان باید کرد که ببینید همان ایام کودکی، ایام ناتکرار، خاصتا طرف حالی که از آغوشش رفتن نمیخواستیم، نصیحت های نخستین مادر، حتی الله های مادر هم نصیحت در وجود آن آرمان ها، ایدئال های مادر بوده است. حتی در افسانه هایی که نخستین افسانه هایی که مادرم نقل میکردن، نخستین روایت هایی که بیان میکردن، در آخر نشان میدادند که تنها در این جهان انسان با عدالت باشد غلبه میکند. در همه همون افسانه های مادر در آخر نیکی غلبه میکند، حقیقت غلبه میکند. بنابراین ببینید بیگانه شدن از این ارزش بیگانه شوی از این دو پدیده نامبر شده را که گفتیم، آن را در فلسفه بیگانه شوی گویند، در ادبیات نیز آن را منکر شوی انسان معنیداد کردند. همزمان باید بگوییم که انا همین حالتی منکر شوی انسان، یعنی بیگانه صداقت نورزیدن فرزند خاکی را که نویسنده زبردست ایتماتف در اثر بیزوال خود بیان میکند، ببینید وقتی فرزند منکورت میشد، یعنی شخصی که نمیشناسد که همان لحظه حتی مادر خود کیست، مادر در چنین لحظه خطرناک به نزد فرزند میرود. ببینید یعنی این صداقت مادر، بزرگی مادر که در همه لحظه به ما صادق میماند و از همین لحظه ها استفاده برده همه مادران خلقمان را، مادران دنیا را با این روز فرخنده مبارکباد میگوییم. بسیار همه مادران سلام باشید. اینجا نامزد علم های فلسفه اصلالدین سلیم زاده خیلی سخنهای عالی گفتن. از نظر فلسفی در حقیقت درباره مقام و منزلت و جایگاه مادر سخن کردن و گفتن که اگر همه چیز در دنیا نسبی باشد، مهر مادر نسبی نیست. و اینجا سخنها زیاد شد از دستگیری های حکومت جمهوری تاجیکستان در مورد بلند برداشتن مقام زن در جامعه، دستگیری زنان به خصوص توسط کوتای پرزیدنتی، ختم کردن جوان دختران ما. همچنین در این ادامه ما میخوایم بگوییم که توسط گرند های پرزیدنتی زنهای ما زیاد هستند که صاحب گرند های پرزیدنتی میشوند و برای رشد روزگارشان، برای رشد هنرهای مردمی سهم خود را میگذارند. و اینجا همکار عزیزی ما، همکاری بسیار پرکار و سرتلاش ما، گلچهره ستار، یک گزارش آماده کردند از روزگار یک زنی که بجز اینکه کارهای کشاورزی میکند، صاحب گرانت پرزیدنتی شده است و کارهای هنری را نیز ادامه میدهد و این هنر، این مهارتش را به دختران جوان هم نشان میدهد. این سوژه را با هم تماشا میکنیم و بعدا برمیگردیم. بله. تنها در ولایت ختلان 19,000 خواجگی دهقانی را بانوان سروری می کنند که یک جایه با سهمدارانشان در استحصال میوه های شهدبار، سبزوات تر و تازه و دیگر محصولات با صفت وطنی سهمی به اندازه می گذارند. بانوی از ناحیه کشانیان با قلب سرشار از مهر و نیروی مردانه کلندر دست جویه های کشته‌اش را نرم می سازد تا دانه با امید کاریده‌اش از نفس گرمی بهار سبز شود. بیبی ماه گدایوه راهبر خواجگی دهقانی است و
در اختیار خیش 3 گکتار زمین کورمی آبی دارد. در 6 سوتیخ زمین کارتوشکای بروقتی کشت کرده و قسمی دیگرش را برای کشت پنبه‌دانه آماده نموده است. این بانوی با اراده نبض زمین و معامله ریشه خاک را می داند و از هر کف خاکی پرقیمت دیار در نتیجه مهنت گنج به دست می آورد. من خوجگی دهقانی خود رو دارم که در زمین خوجگی دهقانی خودم کارتوشک شنیدم که به واسطه سخنهای سرور دولت است که هر یک شهروند کارتوشک این نان دوم به حساب می رود، باید ذخیره 2 ساله خوراک داشته باشد. از این رو من تصمیم گرفتم که همین گفته های پیشوای معظم ملت را سرمشق کار خود کنم و از یک زمین رویاندن 2 و زیاده از آن حاصل را هم به راه ماندگی هستم. کارتوشک را وقتی میچینیم بعد آن ما جگوری میشنونیم، جگوری دون، زیرا که ما در خوجگی خود با چربای کلان داریم که برای فایده همون ذخیره علف خوراکمون برای زمستان با دوم حاصل جگوری میشنونیم و دان آن را به بازار میبراریم، همون بوته او را برای چربه ها ذخیره میکنیم. بعدا در همین زمین نزد حولگی خود الکی ما نیهولی بلغاری قلمفرد شیرین رو گذراندیم که میتواند که بر وقتتر هم برای خوجگی و هم برای اهالی محله فایده خوب به دست دارد. یک زن صمیمی و زمینی دهات را که از صبح تا شام از آستان خانه‌اش تا سری زمین همواره در تکاپوی و تلاشی روزگاری بهتر است و پیام شکرانه به لب همیشه از وطنی آباد و آزاد حرف میزند، چگونه وصف نکنیم. در همین زمین نزدیک حولگی خودم که 4 سوتیخ رو در بر میگیرد، تمام همون محصولات هایی که در بازار است، بخصوص لوبیا دانگی، نخود، پمیدور، بقلاجون و دیگر محصولات های کشاورزی که می شود من در اینجا کشتکار میکنم و برای ذخیره نمودن کنسرو های خود کنسرو میکنم. من از بازار تنها روغن و کمی هم باشد مکرون خریداری میکنم و تمام از حساب محصولات هایی که در همین زمین های نزد حولگی و خوجگی دهقانی میکنم ذخیره دارم. او 5 فرزند را به وایه رسانیده، هنر آموزانیده و صاحب کسب گردانیده است و در این برابر از امتیازهای به زنان دهات جدا گردیده استفاده کرده فارغ از کار صحرا 600 نفر زنان و دختران دهات را به خاطر از بین نرفتن هنرهای مردمی و معرفی بیشتری فرهنگ لباس ملی صاحب هنر گردانیده است. ҳамасола мо тариқи шуғли аҳолии ноҳияи кушониён тариқи шаҳрнома ҳар сол мо 40 нафар занону духтаракон ба унвоне ки ҷойи кору фаъолият намекунанд дар хонаи худ ба касбомӯзӣ ҷалб менамоем ва ан ҳамон маҳсули дасти занону бонувонро имрӯз ба анами мағозаи хурде ки дар маркази деҳа ташкил намудем ба маърази фурӯш мебарорем. ҳар як сайёҳое ки ба тоҷикистони мо меоянд бахусус ба ҳамин ҳунарҳои мардумӣ диққат менамоянд ва аз анами маҳсули дасти занону бонувон харидорӣ менамоянд. زندگی از مادر سرچشمه میگیرد و زنی تاجیک چون دوام دهنده نسل، تربیتگری فرزندان صالح و فرزانه، نگهدارنده زبان و فرهنگ و عالیه مهر و زیبایی مثل آفتاب و زندگی گرمی و روشنایی میبخشد. در برابر این همه با تحمل و روحیه قوی با دستان نرم و دل گرمش نه تنها برای خانواده خود بلکه برای فراوانی بازار نیز محصولات ضروری روزگار استحصال میکند. در برابر آنی که زن مادر تاجیک
آموزگار است و طبیب، مهندس است و معمار، سیاستمدار است و صاحبکار. همچنین در دهات مملکت راهبری 37700 خواجگی دهقانی را زنان متین اراده به عهده دارند. این شماره در حال افزون شدن است، زیرا زنان کشاورز تاجیک سال از سال از حقوق و آزادی و امکان فراخ زندگی برابر با مردان بیشتر آگاه می گردند و شکرگزارند که دوران صاحب استقلالی چون صاحبان اصلی زمین با فرهنگ بلند زمینداری نامور و صاحب احترام گردیدند. شکرانه از آن میکنم که امروز وطنمون تنج و آرام است. من زمین دارم، از همه اساس این زمین صاحبی خودش را یافته است. من میتوانم که اگر در زمین خودم خوب ثمراناک استفاده برم که به مهنت حلال برای فرزندانم یک چی باقی مانه. زن مثل زمین قدرت آفرندگی دارد. می‌سزد که داستان زندگی هر یک از این زنان زحمت پسند دهات که از زمین خاکساری و آفرندگی و از آفتاب محبت و گرمی آموختند قصه کنیم، زیرا راه وطنداری ایشان همگی راهی نیست که از آستان در تا سر زمین می رود، بلکه تربیه فرزندان با ننگ و ناموس و وطندار و صادق و شجاع و باشرف نیست از وفاداری آنها به این وطن محبوب درک می دهد. مادر چو آفتاب درخشان یگانه ای، ای نور بخش زندگیم زیب خانه ای. از الها و جنبش گهوارت هنوز با هر بهانه یاد کنم بی بهانه ای. واقعا هم هر لحظه که مادر در بر ما هست ما باید با خرسندی، با مهر، با محبت گوییم که مادر جان من شما رو دوست می‌دارم، زیرا این لحظه ها خیلی هم ناتکرار است. بله، با استفاده از این فرصت چون لحظه مناسب است، من بسیار می‌خواهم مادر جان عزیز خود را با مناسبت روز مادر صمیمانه مبارکباد گویم. شاید این لحظه ها نزد تلویزیون ما رو تماشا دارند. مادر دولت و دنیای منی، دو دست دعا برای فردای منی، دارایی برای کسان گر سیم و زر است، در هر دو جهان نقره و طلای منی. اون نیز در این تمنیات همراه. سلامت باشید. و بینندگان عزتمند، با عنوان برنامه ما همزمان تهنیت های بینندگان عزیز آماده ایستاده است و ما این لحظه میخواهیم که از نام آنها تهنیتی نکویشان را ابراز نماییم. سهراب میرزازاده از ناحیه قبادیان، محمد علی و فیروزه خان از شهر دوشنبه، علیشیر سلامزاده نیز از شهر دوشنبه صمیمانه خواستند این لحظه ها تبریکات نجیب خیش را پیش از همه به مادران عزیز خود و بعداً به کلی مادران عزیز تاجیکستان بهشتاسا رسانند. بله، ظاهر جان فخرالدینов مادر خود را شادباش گفته است. همزمان دولتبی سولامایова دختر خود را شادباش میگویند. عزیزه نوراللهیова از شهر کلاب، مولوده عثمانова از شهر وحدت، همزمان محمد سعید احمدزاده از ناحیه تیمور ملیک، لطفی از شهر دوشنبه مادر خود را که در شهر کلاب زندگانی میکنند رحیمова سولامبی تبریک نمودند.
و همگان آرزوی آن را نمودند که مادرانشان عمری دراز ببینند و خواهران و بانوان خانوادهشان زندگی آسایشته داشته باشند. البته مادران را چشم و چراغ خاندان میگویند. و این لحظه ها برنامه ما مستقیما جریان دارد و توسط تلفن هایی که روی اکران های شما امکان دارد زنگ زنید، تمنیات نجیب خیش را به مادران عزیز خود، به مادران عزیز تاجیکستان بهشتاسا برسانید، چون فرصت های خیلی غنیمت هست برای ما و شما. بله، پخش مستقیم ما جریان دارد و این لحظه ها فکر میکنم که لحظه تفریح است برای بیننده که همین دم لحظه ها در پخش مستقیم تلویزیون تاجیکستان ما را همراهی دارند. اکنون شاهد یک بخش فرهنگی ما یا همون لحظه تفریح میگردند که اون را اجرا میکند پرویناس اکنظر و کارمند انسامبل آریای نزد کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. خوش آمدید اول به برنامه و جشن مادر برای شما مبارک باشد. یک تمنیات شما و سرود بهر مادران عزیز. تشکر زیاد. میخواستم از فرصت مناسب استفاده بردم مادر جان عزیزم را، مادران عزیز را، بانوان زیبا را به این روز زیبا تبریک و مبارک باد گفته و مادرم میخوام که یادرس نمایم به فرزندانی که با 4 مصرع میخواستم یادرس نمایم. اولین و آخرین مشکل کشایم مادرم، رهبر و راه انتظار و راهنمایم مادرم، خلوتی شبها سری گهواره با پروردگار، هر نفس بکشاده دستی دعایم مادرم. احسنت، احسنت. مرامت شما رو روی صحنه می‌بینیم. بفرمایید. یک سرود در اجرای ایا مادر مداری من تو هستی، گلی اول بهاری من تو هستی، نخوش کرد چشمه شیر و سرودم، زیبا سر چشمه داری من تو هستی، نخوش کرد چشمه شیر و سرودم، زیبا سر چشمه داری من تو هستی. دلم خواهد روم بر کوی مادر، وجودم پر شود از بوی مادر، تمامی روی دنیا را بگشتم، ندیدم روی خوش جز روی مادر، ندیدم روی خوش جز روی مادر. ایا مادر مداری من تو هستی، گلی اول بهاری من تو هستی، نخوش کرد چشمه شیر و سرودم، زیبا سر چشمه داری من تو هستی،
نخوش کرد چشمه شیر و سرودم زیبا سر چشم داری من تو هستی جهان پر مکر و داستان از بگذار که من در روی دستانی تو میرم که من در روی دستانی تو میرم ایا مادر مداری من تو هستی اول بهاری من تو هستی نخوش کرد چشمه شیر و سرودم زیبا سر چشم داری من تو هستی نخوش کرد چشمه شیر و سرودم زیبا سر چشم داری من تو هستی جهان پر مکر و داستان است بگذار که من در روی دستانی تو میرم سلامت باشید. پرویناز اقنظرова بودند که بسیار با یک تمنیات دلاشوب که فراهم بود در سرودش مادران عزیز جمهوری تاجیکستان را تبریک گفتم بخشیده به روزی مادر. برنامه مستقیم ما از طریق تلویزیون تاجیکستان این لحظه ها تنین اندازی کاشانه های شما و رقم های روی اکران مساعدت بر آن میکند که شما تواناییات خویش را با ارسالی برنامه ما بفرستید. خب صحبت ما با منوره عثمانزاده آموزگار ادامه می‌یابد. می‌خواستیم این لحظات تمنیات شما رو بشنویم و همزمان نقش بانوان در تربیت نسل نو است. تشکر زیاد. امروز در این برنامه جهان سخنها در وصف زن مادر گفته شد و گمان میکنم هر سخنی که میگوییم برای مادران برای زنهای تاجیک ارزنده می باشد و نمیتوانم که به این بحر دمان ذره رو علاوه نکنم و به تمام مادران متین اراده سربلند و مهربان تاجیک خانه آباد فرزندان شجاع و سربلند و آینده شیرین در فضای خانوادگیشان تمنا می نمایم. اینجا معلمه محترم مجیدزاده اوید به نقش زنان در قوه‌های مسلح سخن کردند و درباره خدمت شایسته آنها حرف زدند. من گمان میکنم که هر مادری تاجیک برای خدمت وطن سهم ارزنده خود را میگذارد. زیرا که فرزندی شجاع، فرزندی متین اراده را به این وطن تحفه میکند و باشد که هر فرزندی که به خانواده تاجیک به دنیا میبیاید سری بلند غرور داشته باشد، غروری وطن پرستی و همیشه برای وطن در حالت آماده باش باشد. و چون من آموزگار هستم میخواستم درباره نقش زنان
آن را قید نمایم که امروز زنی تاجیک، مادری تاجیک نیز در برابر دیگرها برای خدمت وطن فرزندان تاجیک را تعلیم می‌دهد، تربیت می‌دهد، به راه درست راهنمایی می‌کند و در برابر این زنهای تاجیک که به حیث آموزگار کار و فعالیت می‌کنند با گلدختران تاجیک پوشیدن لباس ملی را، نقش و نگار تاجیکی را یعنی همچون ارزش ملی قدر کردن را توصیه می‌دهند، راهنمایی می‌کنند و اکسیه‌های گوناگون را عاید به تاجیکانه می‌پوشیم برگزار می‌نمایند که گمان می‌کنم که برای از بین رفتن نقش و نگین دلنشین تاجیکانه این هم یک خدمت بزرگی می‌باشد. سلامت باشید معلمه جان. برای تمنیات، برای اندیشه های سازنده و فکر میکنم جو زیبونیسو یک زیاد و خیلی سخنهای عالی گفتن. از این صحبت کردن که مادران ما فرزندها رو تربیت میکنن تا به وطن و به ملت خدمت شایسته کرده باشند و مادران گهواره جنبانند روزان و شبان با امیدی که یقین مردان میدان آفرند. بسیار سپاس به شما و باید بگویم که همکاران ما با کسبیت بسیار هم بلند از کار و روزگار زنها در همه سمت ها گزارش ها آماده کردند و این لحظه گزارش همکارمان زایش های تقوی مراد آماده پخش است که از فعالیت زنان در استحصالات سخن می رود. مرحمت. هر یک نقش و نگار ملی که در این لباس ها دیده می شود محصول دستی زنان و دختران تاجیک است. مادر تاجیک با دستان نازک خود معجزه می آفرد که نزاکت و تراوت زیبایش دقت هزاران سیاحان داخلی و خارجی را به خود جلب می سازد. 90% کارگران این کارخانه را زنان و دختران تشکیل می دهد که امروز به دوخت سر و لباس ملی و اروپایی مشغولند. حالا راهبری کارخانه گلستان دوشنبه را یکی از زنهای صاحب احترام، دانشمند و متخصصی با تجربه ملیکه علی شیرزاده به عهده دارد. یکی از زنهای موفق در ساحه نساجی تاجیک این ملیکه علی شیرزاده می باشند. فعالیت خود را از وزارت صنعت و دیگر نهادهای دولتی و غیر دولتی در سمت نساجی جمهوری تاجیکستان آغاز نموده یکی از کارمندان موفق در این سمت می باشند. عین زمان ملیکه علی شیرزاده راهبر یکی از کارخانه های ساحه نساجی جمهوری فعالیت نموده در این سمت به موفقیت های نظررس نائل گردیده است. به اندیشه ملیکه هر یک زن تاجیک باید از وطن آباد و صاحب استقلال و از راهبر عاقل و راهنمای کشور افتخار کند و تمام دانش و ملکه خود را بهر پیشرفت تاجیکستان و تربیت نسلی باسواد و دانشمند صرف کند. او در ساحه صنعت سبک متخصص خوب است و فعالیت کاری خود را پس از ختم دانشگاه در خارجه از وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو آغاز نمود. افتخار از آن دارم که آغاز رشد کسبی من با استقلالیت کشورم و دستگیری پیشوای معظم ملت برای تحصیلات عالی دختران نه تنها در کشور ما بلکه در خارج کشور نیز راست آمد. این به من یک دختری تاجیک امکان داد که نه تنها در وطن خود معلومات عالی گیرم بلکه امکان تحصیل در دانشگاه‌های پیشقدم جهان و تجربه آموزی در شرکت‌ها و کارخانه‌های گوناگون اروپا و امریکا پیدا کنم. محض این دستگیری در سمت رشد زنان و دختران در رشد کسبی من کمک نمود. با راهبری این زن تاجیک و جلبی بیش از 200 کارگر محلی در اینجا با استفاده از تکنولوژی معاصر محصولات با صفت جوابگوی استانداردهای بین المللی استحصال می شود. محض با شرافت سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت پرزیدنت دولت ما محترم امام علی رحمان شماره زنان راهبر در تمام ساختارهای دولتی سال از سال بیشتر شده ایستاده است. امروز بانوی تاجیک امکانیت‌های وسیع دارد تا اینکه معلومات عالی، معلومات کسبی تکنیکی پیدا کند
ё дар соҳаи соҳибкорӣ рушд ёбад, худро ва занҳои дигарро бо шуғл фаро бигирад, дар маъракаҳои сиёсӣ ба қатори мардҳо иштирок намояд ва давлатамонро дар сатҳи байналмилалӣ дар соҳаҳои гуногун муаррифӣ намояд. занону бонувони тоҷик дар замони соҳибистиқлолӣ собит намуданд ки дар эҳёи ҳунарҳои миллӣ, таъсиси коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ, рушди ҳунарҳои мардумӣ, таҷрибаву маҳорат ва малакаву қобилияти баланд доранд. коргарони ҷавони ин корхона имрӯз бо аз худ кардани донишҳои замонавӣ дар истеҳсолот навгониҳоро ворид месозанд. донишгоҳи фарҳанг ва санъати шаҳри Москавро хатм кардам ва баъд аз хатми донишгоҳ ба ватан баргаштам ва фаъолияти худро дар фабрикаи гулистони Душанбе идома дода истодам. дар ин фабрика ҳамчун тарроҳ кор карда истодам. кори ман аз дизайни муд, дизайни либос иборат аст. корамро бисёр дӯст медорам. шароити кори мо бисёр нағз аст. маоши хуб мегирам. миннатдорам ки хеле корхонаҳо фаъолият доранд дар шаҳри Душанбе ва мо мутахассисон метавонем фаъолияти худро давом диҳем. тақвияти мавқеи занон дар ҷомеа ва боз ҳам баланд бардоштани сатҳи иштироки онҳо дар фаъолияти мақомоти давлатӣ, фароҳам овардани шароит барои донишомӯзӣ ва касбомӯзии занону духтарон ва ба шуғли доимӣ фаро гирифтани онҳо, такмили механизмҳои таъмини дастрасии занон ба захираҳои иқтисодӣ ва рушди соҳибкории занон тавассути ҷудо намудани қарзҳои имтиёзнок ва грантҳои давлатӣ аз ҳадафҳои асосии ҳукумати кишвар буда, дар ин самт корҳои неку шоиста ба анҷом расонида мешаванд. маҳорати баланди кордонӣ ва ташкилотчигии Малика Алишерзода ӯро аз мутахассис ба роҳбарии яке аз корхонаҳои бузурги пойтахт расонид. ширкати гулистони Душанбе соли 1933 таъсис шуда буд ва он яке аз аввалин корхонаҳои саноати сабуки ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад. таърихи зиёда аз 90-солаи корхонаи мо ин пеш аз ҳама ифтихори мо, ифтихори саноати сабуки ҷумҳурӣ ва ифтихори пойтахти азиза мо мебошад. айни замон дар корхонаи мо 340 нафар кор ва фаъолият менамояд ки аксари онҳоро занон ва бонувони маҳаллӣ ташкил менамояд. саноатикунонӣ бо суръат яке аз ҳадафҳои стратегии Тоҷикистон маҳсуб ёфта баҳри рушди он тадбирҳо дар кишвар тақвият дода мешавад. ҳоло дар ин соҳаи калидии кишвар беш аз 35 000 занону духтарон фаъолият дошта дар рушди истеҳсолот ва афзоиши иқтидори истеҳсолии кишвар саҳми худро мегузоранд. мо занҳои хушбахттарини даврони истиқлол мебошем ки дар баробари мардҳо истода барои ватану кишвари худ имрӯзҳо хизмат менамоем. дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти соҳаи саноат занҳо низ нақши босазо доранд. айни замон дар ҷумҳурӣ зиёда аз 35 000 занон дар самти соҳаи саноат, саноати насоҷӣ, саноати коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, маҳсулоти ширӣ ва саноати вазнин фаъолият менамоянд. яъне зани тоҷик ҳамчун ояндасоз, тарбияткунанда ва ба воя расонандаи бузургони миллати тоҷик саҳмгузоранд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои дастгирии занону бонувон ва пешбурди фаъолияти онҳо дар соҳаи саноат ва дигар бахшҳои муҳими иҷтимоиву иқтисодӣ тамоми имконоту шароити мусоид мавҷуд аст. бо сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоми имкониятҳо барои фаъолияти ҳамаҷонибаи модарону духтарон фароҳам гардида занони қавииродаву бо ҷасорати тоҷик ба арсаи сиёсат ва хизмати давлатӣ роҳ ёфтанд ва дар ободиву пешрафти ҷомеа саҳмгузор мебошанд. дар Тоҷикистон ба мисли Малика Алишерзода зани роҳбар ва донишманду кордон кам нестанд ва ҳар як амали онҳо саҳм гузоштан дар рушди истеҳсолоти ватанӣ ва муаррифии Тоҷикистон дар хориҷи кишвар аст.
تماشابینان عزیز، این برنامه مستقیم است که طریق تلویزیون تاجیکستان بخشیده به روز مادر پخش می‌گردد. بله، خانم، مهر و محبت مادر حد و حدود ندارد و همین صمیمیت را ما باز هم از همون پیام‌های شادباشی تماشابینانمون این لحظه بیشتر درک می‌نماییم، احساس می‌نماییم. اینقدر نامه‌های شادباشی زیاد ارسال می‌گردد که همگان می‌خواهند همان محبت خود را بسیار هم صمیمانه و صادقانه به مادرشان رسانند، به خواهرشان رسانند. کبیر و بختی نیسا از ناحیه میر سعید علی حمدانی، فرنگیز زردک و آموزگار از ناحیه سینا، بهادرزاده مظفر از ناحیه مسجد، کریمزاده غیور از ناحیه میر سعید علی حمدانی نزدیکان و مادران خویش را شادباش گفتند. بله، همچنین محمد شیوتزاده از ناحیه ونج، فرزانه ظاهرزاده از ناحیه فیض‌آباد، علی مهری علیشیر از ناحیه شمس‌الدین شاهین، انوشیروان باباخانزاده از ناحیه دنغره و همچنین مهراج جمعزاده از شهر دوشنبه صمیمیت خود را توسط نامه‌هایی که ارسال کردند به مادران عزیز خود، به نزدیکان و پیوندان خود در این روز مراد مبارک می‌رسانند. بله. زورزاده خیرنیسا از شهر حصار، میرزازاده منوچهر و میرزازاده ابراهیم از شهر دوشنبه، مریم از ناحیه یاوان، انورزاده عوض نیز می‌خواهد در برابر دیگر شادباشی‌ها مادر و خواهران خویش را در این روز نکو تمنیات نیک رسانند. همچنین مرجانه یارمحمدزاده از شهر دوشنبه، مریم رحیمова از شهر دوشنبه، سودابه ایرج از شهر دوشنبه، اینچنین میرزایورов سفرعلی از شهر دوشنبه با یک دنیا محبت و صمیمیت این لحظه ها تمنیات نجیب خویش را به مادر عزیز خود و کلی مادران عزیز تاجیکستان رسانیدند و مکتوب های صمیمی به عنوان برنامه ما زیاد هستند و این لحظه ها ما صحبت را با نامزد علم های حقوق شناسی رخشانه کریمزاده ادامه میدهیم و بعداً باز برمیگردیم به مکتوب هایی که به عنوان برنامه ما ارسال میشوند. خب همچون یک زنی که امروز سیاست دولتی را در سمت زنان پیش میبرد، یعنی سهم خود را در رشد و پیشرفت تاجیکستان عزیز میگذارد، دستگیری های دولت و حکومت کشور را نسبت به زنان چگونه احساس میکنید؟ تشکر زیاد. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملتمون محترم امام علی رحمان در دوران استقلالیت اوید به بلند برداشتن مقام زنان در جامعه دقت همگان را جلب می‌سازند و در پیام به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان احترام و صمیمیت و منتداری خودشان را به کل زنان و بانوان جمهوری برای تشبس‌های سازنده، بنیاد و آبادکاری‌ها، گلگلشکوفایی کشور عزیزمان و رعایت عملی شوی قانون‌های ملی که سهم زنان و بانوان ما بی‌نهایت زیاد است، احترام و صمیمیت و منتداری خود را بیان کردند و خاطررسان نمودند که امروز جامعه تاجیکستان در سیمای زن نه تنها مادر، خواهر، همسر را می‌بیند، بلکه زنی سیاستمدار شناخته، سرور موفق، صاحبکاری سخاوت پیشه، طبیب، کارپند پاکوجدان مقامات حفظ حقوق و مربی این نسل‌ها را می‌بینند که این افتخاری هر یک زن میباشد. با تشبس و دستگیری‌های بی‌واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تا به امروز چندین سندهای معیاری حقوقی عاید به بلند برداشتن مقام زنان در جامعه قبول، تصدیق و پی عمل قرار گرفته ایستاده‌اند. از آن جمله فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تدبیرهای بلند برداشتن مقام زنان در جامعه، کنسپسیون رشد عائله، قانون جمهوری تاجیکستان درباره پیشگیری زورآوری در عائله و
қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тарбия, интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои роҳбарикунанда аз ҳисоби занону бонувони лаёқатманд яке аз арзишмандтарин ва бузургтарин хизматҳои пешвои миллатамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин ҷудо намудани квотаи президентӣ барои духтарони Кӯҳистон дар донишгоҳҳои олии мамлакат мебошад. ҳадаф аз татбиқи ин барномаҳо ва лоиҳаҳо на танҳо барои баланд бардоштани мақоми занон дар ҷомеа мебошад, балки дар ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ, иҷтимоиву фарҳангӣ ва назаррастар кардани фаъолияти занон мебошад. албатта шумо дуруст қайд кардед. агар мо таваҷҷӯҳ намоем, дар замони истиқлол занон дар пешбурди сиёсати давлатӣ саҳми боризи худро мегузоранд ва мо инро баръало мушоҳида мекунем, ки дар тамоми самтҳои ҳаётии кишвар нақши занон мушоҳида мешавад. бале, воқеан ин даму лаҳзаҳо дар бахши мустақими телевизиони Тоҷикистон қарор дорем, ки бахшда бар рӯзи модар сурат гирифта истодааст. инҷо манзумаи тарбиявӣ дар иҷрои қироат ё гӯем ҳамкорамон Манучеҳр Ализода омода гаштааст, ки фикр мекунам бо ҳамун муҳтавои бисёр баланди худ, ки дар бар мегирад он мактабе, ки баъдан ирсол мешавад аз модар ба фарзанд ва тарбияи бисёр боризе, ки нақши боризе, ки модар ба фарзанд мегузорад, ин чизҳоро ифодагар аст ва ин даму лаҳзаҳо манзури шумо хоҳад гашт. марҳамат. سین و سال مادر من بود خورد، والدانش را دم تقدیر برد. کی ورا از درز دوزی بود اثر، یا که از دوشیدن گاو خبر. نانپزی را هم نمیتانیست او، این همه تجربه کرد از مام شو. بهتر آرم از زبان او سخن، مادر این را نقل کرده خود به من. خورد بودم بیخبر از نانپزی، گفتم آن را میخوری و میگزی. غافل از آنم که پیش از خوردنش برد شخص رنج اندر پختنش. چون شدم کلین به خانه دیگران، بعد کردم تا به آخر فهمینا. مادر نو یک پگاهی گفت خود، دخترم آو و کشا این سفره زود. برکشادم سفره دیدم آرد را، در میان آرد هم یک کارد را. بهر چی آن کارد اندر آرد بود، تا که دزد آرد را یابند زود. هر که قصد دزدی آرد آورد، شاید از این کارد زخمی میبرد. دیگران گفتند اندر سفره کارد، می برد خود قصد شوم دزد آرد. لیک بر من فرق این و آن نبود، چشم من می دید چیزی می نمود. گفتم ای مادر چی باید کردنم؟ گفت از خود ساز تا روز منم. دختری را چون کند تعلیم مام، می شود در زندگانی نیک نام. دختران را پختن نان لازم است،
دل چه سان بندد زنی که نان نبست. آرد را بگرفته و کردم خمیر، تا پزم بار نخستین خود فطیر. رفته و تفسان نمودم پس تنور، مادر از پیشم نمی گردید دور. بررفیدم ماندم اکنون آن خمیر، مادرم گفت آستینچه هم بگیر، باید اندر کار سازی احتیاط. احتیاط آمد ز بس اصل حیات. زو گرفتم من همه آمادگی، تا بیابم شاه راه زندگی. او مرا به از همه مادر بودی، چون که در شادی و غم در بر بودی. لیک آنگاهی که چسباندم خمیر، شاد بودم که همه گیرم فطیر. لحظه تأخیر کردم آن دیگر، لخچنانم را کشیده خود ببر. نان من بر لخچه افتاده است داد، ایندم آمد خانه بابای مراد. بس که بوی نان رسید اندر دماغ، گفت ای کمپیر ای نوری چراغ. در گمانم دخترم نان پخته است، آر کندر خواهشش دل سخته است. گفت ها اندیشد آخونده است، لیک صد حیفا کنانش گنده است. گفت بابا آرزویم را بیار، دل ندارد طاقت این انتظار. نان گندی را بروی دیده ماند، هم بدیدم زیر لب چیزی بخواند. برد پس با اشتها نان بر دهان، شرم کردم آب چشمم شد روان. حال من چون دید خود آمد برم، بوسه کرد او با محبت از سرم. گفت ای جان پدر این گریه چیست؟ گوش بر من داده و از گریه ایست. من تمامی عمر می کردم دعا، تا که زود این روز را آرد خدا. نان خورم از دست کیلینم اگر، نه کیلین بلکه آن جان و جگر. مردم از دنیا ندارم آرمان، جاویدانم من دیگر این گریه‌مان. چون مرا خوشبخت کردی دخترم، با دعایت دست بالا میبرم. شاد باشی و همیشه سربلند، در امان باشی و دور از هر گزند. با دعایش تا به اینجا آمدم، نیزی سختی دیدم و نه هم ز غم. راستی بود او به من به از پدر، باد مرگم گر ندانم این قدر. قصه نان پختن مادر همین. آن تنور و لخچه و نان را نبین، بلکه اندر جای آن هر سه‌یشان قلب ها بین، مهر و همگرمیشان. والدان را قلب باید آنچنان، نسبت فرزند گرم و مهربان. تو مگو فرزند من فرزند او، بر همه فرزندها شو پندگو. میرسد روزی که فرزند کسی، می شود بهتر ز فرزندت بسی. بیشتر از این نمی گویم دیگر، باز گردم جانب نقل پدر.
бинандагони азиз, пахши мустақими барномаи ҷашни мо аст бахшида ба рӯзи модар аз телевизиони тоҷикистон ки манзури шумо гашта истодааст ва чун вақту соатҳои ба барнома ҷудо шуданист марҳила ба марҳила поён мерасад, вале ба унвони барномаи мо ончунон таманниёту дархостҳо зиёд шудааст ки мо наметавонем бинандаро хафа карда бошем, аз ин лиҳоз ноумед карда бошем. Аз ин лиҳоз мо тамоми мактубҳои шуморо, тамоми таманниёте ки ба унвони барномаи мо ирсол кардаед ба навбат бо ҳамкорони азизи худ қироат хоҳем кард. рисолат сайфуллозода аз шаҳри душанбе, мавҷигул аз ноҳияи ҳамадонӣ, ҳакимова раъно аз ноҳияи рӯдакӣ, аҳмадова бунафша аз шаҳри ваҳдат, гадоев давлат аз шаҳри кӯлоб мехоҳанд дар ин рӯзи нек, дар рӯзи модар, модарон ва хоҳарони худро таҳният карда бошанд. бале ҳамин хел ба унвони барномаи мо бо бисёр мактубу дархостҳо ирсол шудааст. инҷо мирзозода манучеҳр, шарифова ҷамила, нигина икромзода, ҷовидон раҷабзода, дилафрӯз ғоибзода, озода алимзода, шамсия тоҳирзода, сафия фатҳуллозода бо як ҷаҳон меҳру муҳаббат модарони худро бахшида ба ин рӯзи арҷуманду гиромии худ табрику таҳният намуданд. бале мавҷуда сафарова аз шаҳри душанбе, абдулаҳадов шамсулло аз ноҳияи ҷалолиддини балхӣ, назира алипова аз шаҳри душанбе, яҳё раҷабзода ҳамроҳи падараш сокинони шаҳри душанбе модари хонадон нилуфарро ба муносибати рӯзи модарон табрик гуфта барояшон ҳаёти осоишта ва рӯзгори накуро таманно намуданд. дилшод самадӣ аз шаҳри душанбе, ҳамкори азизи мо, дар ин лаҳзаҳои муборак модари худ ва 4 апаи худ, ҳамсари худ ва дустуриак гулдухтари худро дар ин рӯзи накӯ самимона муборакбод намудааст ва беҳтарин таманниётҳоро тақдимашон намудааст. ҳамзамон замираҷон аз шаҳри душанбе, колмурод аз ноҳияи восе, ҷамила аз ноҳияи ховалинг, маликшо неъматзода аз шаҳри душанбе, маҳмадулло аз шаҳри кӯлоб бо самимияти хос арзи меҳри худро, самимияти худро дар рӯзи модар ба модари азизи худ, ба пайвандону наздикону гулдухтарони пайвандони худ расониданд дар ин лаҳзаҳои зебо. азиззода ҷаҳоноро сокини шаҳри душанбе, наврӯз аз ноҳияи данғара, саломзода фирӯза аз ноҳияи айни, зулайхо аз шаҳри ваҳдат, мунира сокини ноҳияи данғара, ҳамагон бо унвони хонаводаро азизонашон модарону хоҳаронро шодбош гуфтанд бо ин рӯзи накӯ. бале акнун замину осмон аз модарон аст, ҳаёти ҷовидон аз модарон аст, ҷаҳон бе модарон рӯзе надорад, ҳама рӯзи ҷаҳон аз модарон аст. ва шоири дигар чӣ зебо мегӯяд ки тифлию домони модар хушбиҳиште будааст, чун ба пои худ равон гаштем саргардон шудем. воқеан ҳам чӣ дунёест бузург пур аз муҳаббат ки мо наметавонем дар як соат ду соат васфи ин ҳама бузургиҳои модарро карда бошем, васфи инқадар самимият, инқадар хадамоту заҳамоте ки модар барои мо кашидааст дар як соату ду соат инҷо баён карда бошем. вале итминон дорем ки то андозае тавонистем дар барномаи ҷашнӣ ки тариқи пашри мустақим манзури шумо гардид, бинандагони азиз, тавониста бошем рӯҳу хотири модари азизи тоҷикистонро шоду масрур гардонида бошем. инҷо дар ҳамин ҷо барномаи мустақими мо ба анҷом мерасад. барои шумо саодат, сарбаландӣ ва хушиҳои рӯзгорро таманно дорем.